سلام به همسفرهای عزیز. قراره در این اپیزود بریم به سراغ کشوری که به نگین قاره آفریقا معروفه. جایی که چای سبز و همراه نعنا و شکر فراوون به عنوان نوشیدنی ملی تلقی میشه و مردم محلی به این نوشیدنی طبیعی و البته غیر الکلی میگن ویسکی. کشوری که تو مرزهاش از یه طرف صحرای بزرگ آفریقا رو داره و از طرف دیگه با دریا و اقیانوس محاصره شده. کشوری که پیروان فرهنگ‌ها و باورهای مختلف در کنار هم توی زندگی میکنن و روی همدیگه تأثیرات زیادی گذاشتن. جایی که نویسندگانی مثل باب مارلی و ارنست همینگوی و خیلی از نویسنده‌های بزرگ دنیا میان به اونجا تا در این کشور ایده‌های نو بگیرن. کشوری که بزرگانی مثل ابن خلدون، ابن بطوطه رو در خودش پرورش داده و جایی که زمانی محل گذر مارکوپولوی معروف بوده. با هم بریم به کشور مراکش، سرزمین شهرهای رنگی. سلام به همسفرهای عزیز. قراره توی این اپیزود بریم سراغ کشوری که به نگین قاره آفریقا معروفه. جایی که چای سبز به همراه نعنا و شکر فراوون به عنوان نوشیدنی ملی تلقی میشه و مردم محلی به این نوشیدنی طبیعی و البته غیر الکلی میگن ویسکی. کشوری که تو مرزهاش از یه طرف صحرای بزرگ آفریقا رو داری و از طرف دیگه با دریا و اقیانوس محاصره شدی. کشوری که پیروان فرهنگ‌ها و باورهای مختلف در کنار هم زندگی میکنن و روی هم تأثیر زیادی گذاشتن. جایی که نویسندگانی مثل باب مارلی، ارنست همینگوی و خیلی از نویسنده‌های بزرگ دیگه دنیا به اونجا اومدن تا در این کشور ایده‌های نو بگیرند. کشوری که بزرگانی مثل ابن خلدون و ابن بطوطه رو در خودش پرورش داده. جایی که زمان محل گذر مارکوپولوی معروف هم بوده و سفرنامش از این سرزمین در اون زمان هنوز موجوده. میخوایم بریم به مراکش، کشوری که خیلی از شهرهای مهمش با رنگ خاص خودشون شناخته میشن. جایی که توی اکثر خونه‌هاش یه اتاق پذیرایی با سبک چیدمان سنتی مراکشی برای پذیرش مهمانها دارن و یه سینی قوری و استکان سنتی هم توی این اتاقشون به عنوان یه عنصر جدا نشدنی دیده میشه و کاشیکاری‌های هنریشون هم شهرت جهانی پیدا کرده. کشوری که شهرهای بزرگ و قدیمیش در اصل از دو بخش تشکیل شده. یه بخش قدیمی که بهش میگن مدینه و یه بخش جدید که با گذشت زمان در اطراف اون مدینه ساخته شده. کشوری که تو اون خونه‌های قدیمی و هتل‌ها و اقامتگاه‌ها به سبک خونه‌های قدیمی یزد خودمون حیات مرکزی هستن و بهشون ریاض یا ریاد گفته میشه. یعنی خونه‌هایی که وسط حیات یه حوضه و اطرافش پر از دار و درخته و محوطه خونه به دور حیات ساخته شده. بازدید از مراکش محدود به چند جای دیدنی نیست. اگه میخواید مراکش رو کاملا درک کنید، باید کفش آهنین بپوشید و برید به عمق کوچه بازارها و توش گم بشید. خب اگه موافق باشید، اول بریم ببینیم مراکش دقیقاً کجاست و مردم مراکش در اصل چه کسایی هستن. مراکش تو شمال قاره آفریقا قرار داره و به جنوب اروپا یعنی به کشور اسپانیا خیلی نزدیکه و به عنوان دروازه قاره آفریقا به اسپانیا شناخته میشه. در اصل فاصله مراکش از اسپانیا در آخرین نقاط مرزی فقط 14 کیلومتره و دریای مدیترانه از طریق تنگه جبل الطارق جنوب اسپانیا و شمال مراکش رو به نوعی جدا و در عین حال به هم وصل میکنه. با این حساب علیرغم اینکه مراکش کشور آفریقاییه، اما به خاطر نزدیکیش به اسپانیا از اروپا تأثیر زیادی گرفته. از سمت غرب هم مراکش از طریق اقیانوس اطلس به دنیای غرب وصل میشه و یه خط ساحلی بسیار بزرگ به امتداد طول کشورش داره. در جنوبش هم که صحرای بزرگ آفریقا قرار داره که تو اپیزود مصر سرزمین عجایب و رازها حسابی راجع به این صحرای شگفت‌انگیز صحبت کردیم. اما در حال حاضر صحرای بزرگ آفریقا به نوعی پیچیدگی برای مراکش تبدیل شده. جریان از این قراره که این بخش هم جزء مراکش هست و هم نیست. پیچیده شد نه؟ قضیه از این قراره. بین کشورهای مراکش،
موریتانی و یک تشکل سیاسی نظامی به نام پولیساریو برای استقلال صحرای غربی آفریقا جنگ در گرفته بود. این جنگ برای هیچ کس هیچ دستاوردی نداشت و آخر سر قرار شد که این سرزمین به دست مراکش اداره بشه، اما مالکیت اون متعلق به مراکش نباشه. اسمش هم گذاشتن جمهوری دموکراتیک عربی صحرا. در حال حاضر هم این منطقه 500,000 نفر ساکن داره و از جانب سازمان ملل این بخش به عنوان بزرگترین و پرجمعیت ترین حکومت غیر مستقل در دنیا شناخته شده. اگه توی نقشه هم نگاه کنید میبینید که بین صحرای آفریقا و قسمت بالایی مراکش به جای مرز خطچین وجود داره. جمعیت کشور مراکش نصف جمعیت ایرانه. مساحتش هم خیلی زیاد نیست و تقریباً 1/3 مساحت ایرانه. اما این وسعت کم چیزی از تنوع فرهنگی اون کم نکرده. دلیل این تنوع را هم میشه در تنوع قومی و نژادی مردم مراکش جستجو کرد. در اصل بربرها اولین مردمانی بودند که در شمال آفریقا و حوالی مراکش امروزی ساکن شدند و به دوره باستانی آفریقا هم تعلق داشتند و امروزه هم بخش مهمی از جمعیت مراکش یعنی حدود 40% رو شکل میدن. این مردم کوچنشین قرنها در این سرزمین‌ها زندگی می‌کردند تا اینکه حدود 2000 سال پیش رومی‌ها به اونها حمله کردند و به بخش‌هایی از کشور مراکش امروزی مسلط شدند. آثار بازمونده از شهرهای رومی هنوزم در مراکش مشهوده. اگرچه بربرها موفق شدن که سرزمین خودشون رو از رومی‌ها پس بگیرن، اما بازم سرزمینشون در قرن 7 به تصرف بیگانگان در اومد و این بار نوبت اعراب بود که به بربرها مسلط بشن. اعراب در سرزمین مراکش موندگار شدن و دو فرهنگ بربر و عرب با هم آمیخته و تلفیق شدن. البته هنوزم بربرای اصیل در کوهستان‌های اطلس مراکش زندگی میکنن و با حمایت‌هایی که دولت مراکش کرده سبک زندگیشون رو تا حد امکان نزدیک به نیاکانشون نگه داشتن تا میراث و آیین سنتی بربرها حفظ بشه. اونا از لحاظ ظاهری هم با اعراب تفاوت‌هایی دارن. مثلا غالبا پوست تیره‌تر و مایل به قرمز دارن و زنان بربر معمولا روی صورت خودشون خالکوبیایی انجام میدن که نماد وضعیت اجتماعی یا گروه و قبیله اونهاست. یه رویداد مهم تأثیرگذار دیگه در جمعیت مراکش تفکیک اون در سال 1912 بود. تو این تفکیک بخش شمالی مراکش به قیمومیت اسپانیا و بخش جنوبی کشور به قیمومیت فرانسه در اومد. به خاطر همین هم در حال حاضر شهرهای شمالی مراکش حال و هوای اندلسی گرفتن و زبان اسپانیایی در اونها مرسومه و شهرهای جنوبی تر حال و هوای اروپا رو گرفتن و زبان فرانسوی در اونها رایج تره. یه گروه اندکی هم از اسپانیایی ها و فرانسوی ها در مراکش موندگار شدن و یه گروه جمعیتی کوچیکی رو هم اونا تشکیل دادن. خلاصه این که در طول تاریخ مراکش محل گذر اقوام مختلفی مثل رومی ها، فرانسوی ها، عرب ها و اسپانیایی ها بوده و این موضوع باعث خلق تاریخی عجیب و پرتنش شده. در مورد باورهای دینی مراکشی هم باید بگیم که بالای 90% جمعیت این کشور مسلمان‌های سنی مذهب هستن و الباقی هم بیشتر مسیحی و یهودی و آتئیستن. اما مقوله زبان هم در مراکش مثل موضوع اصالت و فرهنگ اصلاً موضوع یک پارچه‌ای نیست. جالبه که بدونید تو مراکش حداقل 5 زبان رایج وجود داره که اکثر مردم حداقل به 3 تای اونا مسلط هستن. با پیشینه‌ای که براتون تعریف کردیم حتما میتونید حدس بزنید که زبان اسپانیایی و فرانسوی تو زمان استعمار مراکش به دست فرانسوی ها و اسپانیایی ها وارد گفتمان مردم محلی شد. در اصل امروزه فرانسه مهمترین متحد مراکشه و زبان فرانسوی تو مدارس مراکش تدریس میشه. خیلی از مردم مراکش هم فرانسه رو به خاطر دانش زبانی یکسان به عنوان مقصد مهاجرتی در نظر میگیرن. زبان سوم مراکش زبان رسمی اون یعنی زبان عربی هست. بربرها هم به زبان تامازایت صحبت میکنن که در مرور زمان با زبان عربی خیلی آمیخته شده. اما خیال توریستا هم میتونه راحت باشه.
چرا که تو مراکش خیلی از افراد به زبان انگلیسی واردن و میتونید باشون ارتباط برقرار کنید و کارتون رو راه بندازید. خب دیگه بریم با هم یه موزیک معروف مراکشی گوش بدیم و کم کم راه بیفتیم و بریم سمت شهرهای مهم کشور مراکش. طبق روال همیشگیمون با پایتخت کشور مقصد شروع میکنیم. پایتخت مراکش، شهر رباط، شهر سبز. پایتخت مراکش، شهر رباط، مشهور به شهر سبزه. این شهر لقب سبز رو به خاطر باغ‌های زیادش داره. همین اول کار باید بگیم که رباط توریستی ترین شهر مراکش نیست. در واقع این شهر تو قرن 12 پایه‌گذاری شد و یکم بعد توسط پادشاه وقت مراکش به عنوان پایتخت انتخاب شد. رباط بزرگترین شهر مراکش هم نیست و دومین شهر بزرگ مراکشه که حدود 1.5 میلیون نفر جمعیت داره. با این جمعیتی که گفتیم تصور میشه که شهر رباط یه شهر آفریقایی پرهرج و مرج باشه. اما برعکس، ترافیک توی این شهر هیچ وقت سنگین و آزاردهنده نیست و سیستم حمل و نقل عمومی رباط خیلی کارآمده. ما زیاد مهمون رباط نیستیم و فقط به یکی از جاهای دیدنی این شهر سر میزنیم و بعدش میریم سراغ جاهای دیدنی تر مراکش. جایی که میخوایم توی رباط ببینیم برج بسیار معروف حسنه که داستانش هم جالبه. جریان از این قراره که تو قرن 12 قرار بود به دستور خلیفه یه مسجد با بلندترین مناره‌های دنیا ساخته بشه. اسمش هم میخواستن به خاطر بزرگداشت خلفای قبلی بذارن مسجد حسن. اما عمر خلیفه کفاف نمیده و زمانی فوت میکنه که فقط ستونهای مسجد ساخته شده بودند و سقفی روی ستونها پیاده نشد. به همین دلیل هم امروزه فقط یه مجموعه ای از ستونهای قطور زیبا و کنده‌کاری شده با فاصله های کم از هم باقی مونده که خب هیچ شباهتی به مسجد نداره. اما دیدنش هم خالی از لطف نیست. برای همین این برج‌ها به نام مسجد ناتمام هم معروفن. مقصد بعدی ما در کشور مراکش شهر مراکشه. احتمالاً از اسم شهر مراکش تعجب کرده باشید. برای اینکه بفهمید جریان چیه بهتر اول راجع به خود کلمه مراکش یه توضیح بدیم. کلمه مراکش به معنی سرزمین خداست. در حقیقت نام رسمی کشور مراکش به زبان خودشون المملکت المغربیه است. اما در فارسی این اتفاق به یه شکل دیگه افتاده و به دلیل اهمیت سیاسی، تجاری و اقتصادی شهر مراکش نام کشور هم از نام شهر تأثیر گرفته و به جای اینکه نام مملکت المغربیه یا همون سرزمین غرب یا کشور مغرب ترجمه میشد، به اشتباه در فارسی به کلمه مراکش تعبیر شده. پس اسم کشور میشه مغرب و اسم یکی از معروفترین شهرهاش میشه مراکش. ولی خب ما کل کشورم به نام کشور مراکش میشناسیم. شهر مراکش به شهر قرمز معروفه. این موضوع به خاطر سازه‌های بزرگ و مهم گلی با شنهای سرخ تو این شهره. شهر مراکش یکی از شهرهای سلطنتی این کشوره که پر از کاخ و مسجد و بازارهای سرباز و غذاهای سنتی خوشمزه است. شاید به همین دلیل هم باشه که شهر مراکش توریستی ترین شهر کشور تلقی میشه. اگه میخواید به حال و هوای اصلی شهر در گذشته‌های دور برسید، حتما باید از بخش قدیمی شهر که گفتیم بهش میگن مدینه دیدن کنید و در کوچه های پرپیچ و خمش قدم بزنید و تو بازارهای بدون سقف و معروفش از شیر مرغ تا جون آدمیزاد رو پیدا کنید. مثل تمام شهرهای قدیمی دنیا، این بخش قدیم شهر مراکش هم برای انسانهای بدون اتومبیل ساخته شده و به همین دلیل همه چیز به هم خیلی نزدیکه. مدینه قلب شهر مراکشه و تو لیست میراث فرهنگی و تاریخی یونسکو هم ثبت شده. راستی این شهر سرزمین موعود هیپی هاست
و علاوه بر این هم کلی سلبریتی و آدم‌های معروف برای بازدید از این شهر پر رمز و راز به اونجا سفر کردن و میکنن. اما شهر مراکش تنها وجهه سنتی نداره. در حقیقت این شهر شلوغ و پرهیاهو تلفیقی از مدرنیته و سنته و چهارمین شهر بزرگ کشور مراکش هم محسوب میشه. دیدنیای این شهر خیلی زیادن، اما ما اینجا فقط فرصت میکنیم به 4 تا از مهمتریناشون اشاره کنیم. اولین جاذبه مهم شهر مراکش یه دروازه است به نام بابکناو. در گذشته شهر مراکش 19 تا دروازه داشت که مردم از طریق اونا به بخش‌های مختلف شهر دسترسی پیدا می‌کردن. بابکناو یکی از مهمترین این دروازه هاست که تو قرن 12 برای ورودی سلطنتی ساخته شده و چشم‌های بیننده هاش رو به زیبایی‌های خودش خیره می‌کنه. بعد از اینکه از دروازه بابکناو عبور کنید، وارد بخش سلطنتی شهر مراکش تو قسمت قدیم یا همون مدینه میشید. تو این بخش میتونید به مسجد کسباه برید که یه مسجد مهم و تاریخی توی شهر تلقی میشه. اما جذابیت این مسجد به خاطر مقبره هاییه که تا سال 1917 مخفی بودن. جریان از این قراره که تو قرن 16 یکی از خلفای سلسله سعدیان که تو اون زمان حاکم مراکش بود تصمیم میگیره تا یه مقبره خانوادگی برای افراد درجه یک خودش توی این مسجد بسازه. بعدش هم بیش از 60 نفر از اعضای مهم این سلسله توی این گورستان خانوادگی دفن شدن. بعد از دفن اونها حاکم بعدی که از همین خانواده بود ترجیح داد که کل مقبره ها رو از دید پنهان کنه تا به نوعی اهمیت حاکم های قبلی رو کم کنه و مردم اونا رو فراموش کنن. اینطوری شد که این مقبره ها تا قرنها پشت این مسجد پنهان بودن تا اینکه همین حدود 100 سال پیش این مقبره ها دوباره کشف شدن. جاذبه مهم بعدی شهر مراکش مسجد کتبیه است. این مسجد قدیمی ترین و بزرگترین مسجد تو شهر مراکشه. این مسجد تو قرن 12 ساخته شد و باعث شد توقعات از معماری بالا بره و خیلی از معمارها هم تو طراحی‌های بعدیشون از این بنا الهام گرفتن. مناره 77 متری مسجد کتبیه یکی از نمادهای شاخص شهر مراکشه و حتی میتونه برای جهتیابی تو شهر مراکش به شما کمک کنه. و اما بریم سراغ قلب تپنده شهر مراکش، یعنی میدان جماع الفنا. این میدون در نزدیکی مسجد کتیبه قرار داره. میدون جماع الفنا میدون مرکزی و مهمترین میدون در کل شهر مراکشه. تو این میدون تلاقی جالبی از توریست ها و محلی ها رو میتونید ببینید. در حقیقت این میدون یه بازار بزرگ سربازه که همه چی توش پیدا میشه. اونجا کلی ساحر با مارهای کبرا، فالگیرها، طراحان حنا روی دست و بدن و از این جور آدما همه دور و بر جمع شدن. در ضمن توی این میدون هیچی مجانی نیست و اگه بخوای از این آدمهای خاص و عجیب عکس بگیری باید حتما بهشون پول بدی. چه برسه به اینکه یهو دستتو بگیرن و روش رو با حنا طراحی کنن، بعد بابتش ازت پول بخوان. یا اینکه یه میمون با قلاده زنجیر آهنی بذارن روی شونه‌هات و بعدش که میمونه رو یه ناز کنی فاکتورشو بذارن جلوت. خب میخوایم بریم سراغ مهمون عزیزمون و ازشون بخوایم برامون از شهرهای رباط و مراکش بیشتر بگن. مهمون اول ما آقای پیمان یزدانی هستن و سفر خیلی خاصی هم به مراکش داشتن که بهتر داستان رو از زبون خودشون بشنویم. پیمان جان خیلی خوش اومدی به رادیو ماجرا. لطفاً اول خودتو به شنونده های ما معرفی کن و بگوی که چی شد به مراکش سفر کردی و داستان سفرت چی بود. بعدش هم از تجربه بازدیدت از شهرهای رباط و مراکش برای ما بگو. من پیمان یزدانی هستم، متولد 1368 و مثل خیلی از دهه 60ها مهندسی خوندم ولی هیچ علاقه بهش نداشتم. بعدش هم برای فوق لیسانسم وارد ایتالیا شدم، اونجا درس خوندم. توی ایتالیا سال اول که برگشتم ایران، تابستون اول که برگشتم ایران، تابستون دوم اینجوری بودم که خب برم یه جا رو ببینم و تا اونجا هم توی ایتالیا با یه سری مفاهیم جدید سفر آشنا شدم، مثل کار داوطلبانه یا سفر ارزان و غیره. از طریق سایت کاوچ سرفینگ
بوکینگ. اونجا یه صفحه‌ای داشت که میشد کارهای داوطلبانه رو هم جستجو کرد و پیدا کرد. من دیدم که در واقع یه جایی هست که زبان درس میدم به بچه‌ها تو مراکش. براشون ایمیل زدم، گفتم من میخوام این کارو بکنم. خیلی هم زمان زیادی نداشتم، خیلی هم اصلا نمی‌دونستم مراکش چجوریه وضعیتش، هیچ ایده‌ای نداشتم در مورد مراکش، ولی این ریسکو کردم. گفتم تابستون به جای اینکه بیام ایران برم مراکش. اونا هم خیلی زود جواب دادن و گفتن که مشکلی نداره، میتونی بیای و فقط باید بری ویزا رو اقدام کنی. اون موقع من خیلی اطلاعات نداشتم در واقع چه جوریه، فقط شانسی که آوردم تو شهری که بودم تو بولونیا یه کنسولگری مراکش بود به خاطر حضور زیاد مراکشی‌ها تو ایتالیا و من پا شدم یه روزی رفتم اونجا. من تازه اونجا فهمیدم که به ایرانیا خیلی ویزا نمیدن و یه سری مسائلی وجود داره، ولی به هر حال با شانسی که آوردم کمتر از 2 هفته ویزام اومد، یه ویزای یه ماهه برام اومد و خیلی اتفاقی و بدون داشتن اطلاعات خاصی من چمدونم برداشتم و با یه پروازی که مستقیم میرفت از بولونیا به کازابلانکا وارد مراکش شدم. این در واقع داستان اینه که چطوری من رفتم مراکش و تو اون 25 روزی که من تو مراکش بودم در واقع کار داوطلبانه می‌کردم. کار داوطلبانه حالا برای کسایی که شاید ندونن یا براشون جذاب باشه، کاریه که در ازای در واقع کاری که شما توی کشور مقصد، شهر مقصد انجام میدی، به ازاش معمولاً غذا و جا در اختیارت میذارن. معمولاً چند نفرین که با هم توی خونه زندگی میکنین، مثلا زبان درس میدین، ممکنه یکیتون عکاسی کنین، یکیتون کار نجاری کنین، هر حرفه‌ای که بلد باشین میتونین ازش استفاده کنین توی کشورهای مختلف و خب در واقع یک مبادله کالا به کالاست. اونا هم در ازاش بهتون جا میدن و معمولاً هم غذاهای روز و سه وعده رو مواد اولیه‌اشو میذارن که شما آشپزی کنین و اینجوری خب هم با کلی آدم جدید تون سفر آشنا میشین که از کشور مختلف اومدن، هم با بومی‌های اون منطقه بدون واسطه و بدون هتل و چیزای دیگه که جلوی این ارتباطو میگیره آشنا میشین. من این 25 روز تو مراکش اینجوری زندگی کردم. خلاصه این داستان سفر من به مراکش. خیلی خب، بریم به شهر رباط. اینجوری که ما تو تحقیقاتمون متوجه شدیم شهر رباط جاییه که خیلی نمیشه توش موند و انقدی جای قشنگ داره مراکش که بهتره از رباط زودتر بگذریم. تجربه شما هم اینو ثابت میکنه یا نه؟ آره، منم موافقم که رباط مثل خیلی از پایتخت‌های کشورهای مختلف که معمولا پایتخت سیاسیان و خیلی شهر بزرگیه که ویژگی‌های خاصی نداره، برای من اینجوری بود. حالا قضیه این بود که من برای کار داوطلبانم توی شهر خیلی کوچولوی شهرکی اطراف رباط بودیم، مثل کرج میشد به نسبت به تهران، و هر روز ولی بعد کلاسامون که تموم میشد با بچه‌هایی که اونجا بودن با هم میرفتیم رباط با این بنزای قدیمی که اونجا خیلی رایجه و خیلی بامزه است که 6 نفر رو سوار میکنه، یعنی 2 نفر جلو 4 نفر عقب، و با اونا میرفتیم هر روز رباط و مثلا تفریح میکردیم بعد از ظهر یا شبا میرفتیم تو محله‌های مختلف. نمیگم شهر خیلی زشتیه، شهر قشنگیه، ولی وقتی مقایسهش میکنم با شهرهایی مثل طنجه یا مثل کازابلانکا، در واقع رباط پایتخت سیاسیه که به هر حال پادشاه و بقیه کسایی که مسئولیت سیاسی دارن اونجا زندگی میکنن. خب پیمان جان، به جز برج حسنی که ما راجع بهش صحبت کردیم و اطلاعاتی که راجع به رباط دادیم، آیا جای دیگه‌ای هم تو این شهر هست که ارزش داشته باشه شما راجع بهش بخواید صحبت بکنید؟ یه جایی بود که ما همیشه شبا میرفتیم تو اون محله به نام کسبه یا همون قصبه، مثلا از عربی هم احتمالا الهام گرفته. جایی بود که کنار دریا بود، یعنی کنار آب بود و مراکش خیلی معروفه به چای مراکشی، خودشون بهش میگن ویسکی مراکش. چاییه که با نعنا درست میکنن و خیلی شیرین با شکر درست میکنن. اکثر کافه ها و مغازه ها اینو دارن و تفریح مردم مثلا خوردن نوشیدن این چای شیرین، خیلی شیرینه که برای ما به مذاق ما خیلی شیرینه. ما معمولا میرفتیم کسبه، میرفتیم تو این کافه ها، تو میزایی که بیرون بود میشستیم رو به دریا و چای مراکشی میخوردیم. خیلی عالی. حالا که راجع به نوشیدنیاشون گفتی، راجع به غذاشون هم همینجا صحبت بکنیم. غذای خاصی داشتن که خیلی خوشمزه و متفاوت باشه؟ اصلا طبعشون به چه صورته؟ 2 تا غذای معروف و ملی دارن. یکی تاژینه که در واقع تو یک ظرفی، ظرف سفالیتوریه و رو آتیش درست میکنن، البته خب رو اجاق هم درست میشه. مثلا مخلوط لوبیا و هویج و گوشت یا مرغ، یعنی تاژین گوشت داریم، تاژین مرغ داریم و این یکی از غذاهای خیلی محبوبشونه. شما هر جایی برین، تو رستوران‌های بین راهی، تو محله‌های قدیمی، همیشه می‌بینین که روی آتیشی یه ظرف سفالی مثل همین گمج گیلانیه که توش داره در واقع یه چیزی میپزه که تاژینه و کیفیتش هم خب بستگی به رستورانش میتونه متفاوت باشه. من تاژینی خوردم توی ترمینال مثلا یه شهری که توش 2 بار مو پیدا کردم، تاژینی خوردم که خیلی خوشمزه بوده، توی رستوران خوب بوده. یه غذای دیگه هم دارم به نام کوسکوس که در واقع
یه غذایی مثل برنج با دونه‌های ریزتر و کوسکوس هم در واقع غذای یه جور خانوادگیه. خیلی جالبه که من وقتی با یه سری از اهالی محلی مراکش صحبت می‌کردم میگفتن کوسکوس غذاییه که معمولاً وقتی مردا میرن نماز جمعه و برمیگردن معمولاً خانم‌ها اینو درست میکنن و یه جور غذای دور همیه مثل آبگوشت ما ایرانی‌ها و خیلی هم خوشمزه است معمولاً و خیلی از اون غذاهایی که میگن مامانا باید درست کنن مثل ایران که میگیم این غذا رو باید تو خونه بخوری، کوسکوس هم از اون غذاهاییه که در واقع باید خونگیشو بخوری تا کیفیت خوبشو بخوری. چی داره؟ محتویاتش چیه؟ ببین این نیم دونه برنجار نمیدونم اسمش چیه که در کنارش هم حالا مثلا با مرغ معمولا خورده میشه. یه چیز جالب در مورد خوردن غذا تو مراکش اینه که معمولا غذا با دست خورده میشه. من تو خونه‌ای که با این دوستام نزدیک 1 ماه زندگی میکردم و یه خانم مراکشی از یه جایی در واقع میزبان ما بود، هر بار غذا رو که می آورد یه شوک فرهنگی بود برای من. یه دیس غذا می اومد وسط و خودشون که با دست غذا میخوردن و بعد از یه مدت بعد اصرار بچه‌ها مثلا قاشق هم حالا با خیلی اکراه اضافه شد. ولی خب رسمی که از قدیم هم بوده، ما هم خیلی تمرین می‌کردیم که در واقع با دست یا با نون خود غذا رو بخوریم، ولی معمولا توی یک حالا مجمع یا سینی بزرگ غذا میاد تو خونه. یعنی همه دستشون رو میکنن تو اون مجمعه برمی‌دارن، کسی بشقاب جدا کنه نداره؟ آره معمولا این تجربه منه ها. شاید خیلی جاهایی که حالا بر اساس ثروتمند بودن افراد مثلا نوع سرو غذا متفاوت باشه، ولی تجربه من از اون جایی که بودم و جاهایی که بودم این بود که در واقع توی یک دیس ظرف غذا میاد، غذایی مثل کوسکوس که در واقع خورشتی نیست و میشه با دست خورد، یا غذایی که حالا با برنجه غذا میاد وسط و حالا یا یه تیکه نونو میکنن و با دست غذا رو میخورن. چه جالب. شهر مراکش کلا یه دنیای متفاوتیه به خاطر اینکه خب چند تا شهر مهم مراکش داره. شهر مراکش جنوبی تره، نزدیک به ساهارا. ساهارای جاییه یا صحرا یا ساهارا، یه جاییه که مورد تنش بین مراکش و الجزایر از قدیم و خیلی تجربه جالب بود برای من. توی مراکش خیلی من با قطار سفر می‌کردم، قطارهایی که خیلی شاید حالا وضع خوبی نداشتن، خیلی گرم بود. من تو تابستون تو مراکش بودم، دما نزدیک 45 درجه بود وقتی رسیدم به مراکش و همیشه توی قطارها من خیس عرق بودم. ولی جالب بود برام که وقتی داشتم از رباط میرفتم به پایین به سمت مراکش، کم کم اون منظره قطار که همیشه جذاب تو سفر میبینی تغییر میکنه، تغییر میکرد. هر چقدر میری به سمت جنوب مراکش خاک قرمز بیشتر دیده میشه. خیلی از این عکسایی که شاید دیده باشین از مراکش که یک رنگ قرمزی وجود داره، اینا مال مناطق جنوبی و شهر مراکش و حالا اطرافشه. و این تصاویری که هوا گرمتر میشه، پوشش ها در واقع پوششایی میشه که مربوط به مناطق گرمسیرتره بیشتر میشه. ورود به منم به مراکش اینجوری بود، یعنی مثلا من از شهرهای شمالی یا جاهایی مثل شفشاون وارد یه جایی شدم که خیلی گرم بود، آدم‌ها جنوبی بودن، تفاوت رفتار داشتن و مراکش تجربه عجیبی بود. اگه بخوام بگم این چیزی که خیلی آمون شنیدیم یا تو فیلم‌های مختلف از مراکش دیدیم یا کتاب‌هایی که خوندیم از اون مرموز بودن مراکش، رمزآلود بودن مراکش، خیلی مربوط به خود شهر مراکشه و شاید مهمترینش همین میدون جامع الفنا باشه که یه میدون بسیار بزرگیه و آدم‌های مختلفی اونجا هستن. خیلی از این راهروهای بازار قدیمی مراکش که خیلی بازار قشنگیه و بازارها خیلی سنتی بود، یعنی این راهروها با برگ درخت‌ها پوشونده شده بود برای اینکه آفتاب اذیت نکنه و خیلی جالب بود، به خصوص برای کسایی که حالا کار عکاسی میکنن. من چون خودم کار عکاسی خیابانی میکنم، این نوری که از لای این برگ‌هایی که پوشونده بود و شاخه‌هایی که پوشونده بود میومد، چهره خیلی جالب ایجاد کرد از بازار. دستفروشای زیادی بساطشون رو پهن کردن، یکی گوجه میفروشه، یکی نون میفروشه، یکی چیزای عجیب غریب میفروشه و شما تو این راهروهای بازار راه میرین با هزار تا شگفتی روبرو میشین. بچه‌هایی میبینین که اون موقع که من رفتم خیلی طرفدار فوتبال بودن، لباس‌های مثلا مسی و رونالدو و تیم‌های اسپانیایی خیلی محبوبه و دستفروشای زیادی تو خیابونن. حالا همه این خیابون‌ها رو میرین میرسیم به جامع الفنا که یک میدون بسیار وسیعه و در طول روز دستفروشایی که در واقع مار مثلا دستشونه و مثلا مار رو کنترل میکنن یا میمونای خیلی کوچیکو با زنجیر به دستشون گرفتن و دارن به توریستا نشون میدن. ولی خیلی اون میدون در طول روز عجیب غریب و رمزآلوده با آدم‌هایی که در واقع اصرار میکنن با حالا
میمون یا مار، یه موسیقی عربی که دارن سازی که میزنن و آدم‌هایی که خب به خصوص برای غربی‌ها این رمزآلود بودن شرق همیشه جذاب بوده. حالا خود این میدون تو شب تبدیل میشه به یک جای عجیب غریب‌تر. دستفروش‌ها و فروشنده‌ها وارد میدون میشن، هر کدوم از این مغازه‌ها و غرفه‌ها یه چراغی دارن و شاید صدها مغازه کوچولو و غرفه کوچولو شکل میگیره، خرید و فروش شکل میگیره. من اون چند شبی که در واقع در مراکش بودم به یه کافه میرفتم که یه ویویی داشت، منظره‌ای داشت به این میدون و خب عکسای خیلی خوبی گرفتم از این منظره‌ای که هزاران آدم دارن در واقع لای این راهرو میلولند و میچرخن و در واقع کار مثلا خریدشون رو انجام میدن. خیلی میدون زنده‌ایه و خیلی جذابه تو مراکش. یه چیز دیگه جالب که شاید حالا مربوط به موضوع باشه، بحث کافه‌های مراکشی هن. توی مراکش شما هر جای مراکش برین باز با یه شوکی روبرو میشین که کافه‌ها صندلیایی که چیدن توی بیرون کافه‌شون همشون رو به خیابونن. این یه رسمیه که آدم‌ها تو مراکش دارن و شما در واقع وقتی میرین تو کافه میشینین صندلیاتون اصلا اینجوری نیست که رو به هم باشه. اگه رو به هم بذارین صاحب کافه میاد و دوباره صندلیو یه جوری میذاره که رو به خیابون باشه. در واقع یک نوع تماشا کردن مردم، یک نوع هیزی که وجود داره توی اون فرهنگ خیلی جالبه. یعنی هر جای مراکش، هر شهری شما برین صندلی‌ها کنار هم چیده شده به سمت در واقع خیابان و آدم‌ها دارن تماشا میکنن. این هیزی که میگی بار منفی داره، یعنی بخوای به بار منفیش اشاره بکنی یا نه؟ ناگزیر میتونه بار منفی داشته باشه، چون تجربه مشاهده من اینه که اکثر کسایی که میبینن تو خیابونن دارن تو کافه‌ها نشستن مردان. یعنی تو مراکش خیلی بوده ها، ولی ممکنه 90% مرد 10% زن باشه، ولی خیلی از توریستا هم که زن و مردن میشینن نگاه میکنن. منظورم هیزی نیست که آزار بده کسیو، بیشتر منظورم اینه که لذت تماشای اتفاقات. بذار همینجا یه چیزی ازت بپرسم. خانوما در مراکش، شهر مراکش یا کشور مراکش راحت هستن؟ یعنی یه توریست خانم اگه بیاد اونجا مثل اون راحتی که حالا تو بقیه کشورهای عربی مثل دبی، قطر یا جاهای دیگه داره، تو مراکش هم راحت هست؟ از لحاظ پوشش تو مراکش، پوشش زنها در واقع تا حد زیادی آزاده. یعنی شما خانم‌هایی می‌بینین که پوشش کامل دارن، خانم‌هایی دارن که پوشش ندارن. حتی تو شهر مختلف هم فرق می‌کنه. ولی از تجربه خودم اینجوریه که خب خیلی وقتا شب‌ها ممکنه که تردد یک آدم با مزاحمت روبرو بشه، یا ممکنه که تیکه بشنون مثلا از یک جمعی. اون فرهنگ تیکه انداختن حداقل لفظیش وجود داشت. من اینو چندین بار دیدم. همونجوری که من حالا در مورد همین مسئله‌ای که داشتم در مورد کافه میگفتم، این تماشا کردن آدم‌ها برای مراکشی‌ها یک لذته. یه چیز جالبی که من متوجه شدم این بود که خیلی از مراکشی‌ها مهاجرت کردن، مردها به ایتالیا و اسپانیا و کشورهای دیگه و خرج خانواده رو اونا میدن و این باعث میشه که من با یک مراکشی صحبت می‌کردم، میگفت مثلا سومین یا چهارمین درآمد بالای این کشور آدم‌هایی هستن که دارن پول میفرستن برای مراکش. خیلی وقتا من روزا که پا می‌شدم میدم مغازه‌ها ساعت 11 تازه باز میکنن. یعنی یک حس تنبلی تو آدم‌ها میدیدی، توی خانواده‌ها میدیدی، توی جمعیت میدیدی. البته که گرمای هوا هم تاثیرگذار بود، ولی اینکه خب آدم‌ها صبح کاری بشینن توی کافه و تماشا کنن رهگذرا رو، اتفاقاتو، یک ویژگی مراکشی بود. اصلا من یه کتابی هم نوشتم در مورد اون سفرم و این 25 روزی که تو مراکش بودم و نوشتم و عکسامو توش گذاشتم که اتفاقا همین چند ماه پیش چاپ شد به نام همیشه رو به خیابان. یعنی اسمی هم که انتخاب کردم به خاطر این بود که واقعا دیدم چیزی که برای من خیلی شاخص بود از مراکش این تماشا کردن مردم، تماشا کردن چیزهاست. اسم کتاب اصلا گذاشتم همیشه رو به خیابان. خیلی‌ها که حالا شاید دوست داشته باشن که بیشتر با مراکش آشنا بشن میتونن کتابو بخونن. به نظرم تصویر جالبتر و واضح‌تر و جامع‌تری از مراکش هم بهشون میده. خیلی ممنون از توضیحاتتون. قبل از اینکه بریم سراغ شهر بعدی، بهتره یه توضیحی در مورد پرچم مراکش هم بدیم. پرچم فعلی مراکش تو سال 1912 طراحی شده. رنگ سبز پرچم به خاطر این انتخاب شده که این رنگ تو سنت عرب جایگاه ویژه‌ای داره و نماد خاندان پیامبر اسلامه. ستاره 5 پر هم دلالت بر 5 اصل دین اسلام داره. با این توضیحات بار سفر می‌بندیم به سمت شهر شفشاون، شهر آبی.
بریم سراغ شهر شفشاون، شهر آبی. امروزه به شهر شفشاون شهر مروارید آبی هم گفته میشه. علتش اینه که رنگ ساختمون‌های این منطقه طیف‌های مختلفی از رنگ آبیه و بازدید ازش برای توریست‌ها خیلی جذابه. در خصوص استفاده از رنگ آبی تو شهر شفشاون علت‌های زیادی عنوان میشه. مثلا یه دیدگاهی میگه رنگ آبی پشه‌ها رو فراری میده. یا عده‌ای میگن جنبه زیبایی شناسی داشته تا انعکاسی از آسمون آبی یا دریا باشه. جالب ترین این دیدگاه ها اینه که میگه برای دور کردن چشم بد از رنگ آبی استفاده میشه. اگه مقایسه کنید میبینید که نمادهای چشم نظر هم به رنگ آبی ساخته میشه. تازه به خاطر جاذبه های توریستی ماشین ها و تاکسی ها هم توی این منطقه آبی هستن و مردم هر 2 سال یه بار رنگ آبی دیواراشون رو تجدید میکنن تا به زیبایی و تمیزی شهرشون کمک کنن. اطراف شهر آبی رو کوهستانای بسیار زیبا محاصره کردن و دیدنیاش خیلی زیادن. مثل پلکانهای باریک و مارپیچ، دیوارهای شهر تزئین شده با گلهای رنگی و زیبا و خلاصه این که این شهر خوراک کساییه که برای عکاسی دنبال لوکیشن زیبا و خاص میگردن. وقتشه که بریم سراغ بزرگترین کلان شهر کشور مراکش، شهر کازابلانکا. شهری که با فیلم کازابلانکا حسابی معروف شد. جالبه بدونید که اون کافه‌ای که لوکیشن صحنه‌های زیادی از فیلم کازابلانکا بود اصلا وجود خارجی نداشت، ولی سالها بعد از اکران فیلم و در سال 2004 کافه‌ای با همون مشخصاتی که تو فیلم نشون داده میشه ساخته شد و امروز هم میزبان هزاران توریست از سرتاسر دنیاست. اگه یادتون باشه کافه پوشکین تو مسکو هم همین داستان رو داشت. تو کازابلانکا سبک‌های مختلف معماری در هم تنیده شده. از بافت خلاقانه و پیشرو مدرن گرفته تا معماری پرزرق و برق اندلسی که با اشکال و سبک اروپایی تلفیق شده. بخش مدینه یا همون قدیمی شهر با بخش مدرن در تضاد کامل قرار داره. تو مدینه پر از کوچه‌های باریک با غرفه‌های کوچیک و عبادتگاه‌های مختلفه و هر کس که به اصالت کشور مراکش کنجکاو باشه حتما به این قسمت از شهر سر میزنه. شهر کازابلانکا در اصل به خاطر موقعیت جغرافیایی خاصش از گذشته‌های دور مورد توجه بوده. این شهر دومین بندر بزرگ شمال آفریقا محسوب میشه و ورودی اصلی راه دریایی کشور مراکش از سایر کشوراست. 60% تجارت دریایی مراکش هم تو این شهر اتفاق میفته. کازابلانکا حتی از نظر دزدهای دریایی هم محل استراتژیک و مهمی حساب میشه. تا مدت‌های زیادی هم به عنوان یه هدف حمله خوشدست برای بربرها در نظر گرفته میشد و حتی زمانی هم رسید که شهر کازابلانکا به خاطر این حملات و نابودی‌های بعدش به مدت 3 قرن متروکه شده بود. اما اوضاع به همین منوال نموند و یک گروه قومی جدید با تنوع فرهنگی بالا به این شهر اومدن و ساکنان جدید این شهر رو تشکیل دادن. همونطور که اشاره کردیم این شهر به مدت 50 سال در دهه‌های 1900 تحت استعمار فرانسوی‌ها در اومد و این موضوع باعث شده که شهر کازابلانکا میراث غنی زمان استعمار باشه و یادگار فرانسوی‌ها هنوز روی معماری و فرهنگ مردم شهر باقی بمونه. در حقیقت در زمان تسلط فرانسه در مراکش یه انفجار اقتصادی در کازابلانکا رخ داد و مردم از هر کجای مراکش خودشونو به این شهر میرسوندن تا در بنادر اون تجارت و کار کنن و پول خوبی به دست بیارن. امروزه هم شهر کازابلانکا یه قطب تجاری بسیار مهمه و به قدری اهمیت داره که میشه اون رو موتور محرک کل کشور مراکش دونست. تقریباً نقشی رو که شهر بارسلون برای اسپانیا داره، کازابلانکا هم برای مراکش داره. این شهر بندری در نوار ساحلی غربی اقیانوس اطلس امروزه یکی از اصلی ترین قطب‌های توریستی مراکش و کل قاره آفریقاست. یکی از مهمترین جاذبه‌های کازابلانکا که یه جورایی نماد شهر هم محسوب میشه، مسجد حسن دومه. این مسجد خیلی هم قدیمی نیست. ساختش 10 سال طول کشید و تو سال 1993 به مناسبت تولد 60 سالگی شاه پیشین مراکش تکمیل شد و البته به نام خودش هم نامگذاری شد.
مسجد حسن دوم 7مین مسجد بزرگ دنیاست که گنجایش 105,000 نفر نمازگزار رو داره. مناره این مسجد هم با 210 متر ارتفاع بلندترین مناره موجود در جهانه. اما شگفتی مسجد در 2 چیزه. اول اینکه یه سمت این مسجد روی دریای مدیترانه ساخته شده. چون طبق آیه‌ای از قرآن اعتقاد بر این بوده که ملک خدا بر روی آب دریا هاست و ایده ساختن یه مسجد روی آب برای شاه وقت خیلی وسوسه برانگیز بود و در نهایت هم مسجد رو ساخت. شگفتی دومش هم تو کاشیکاری‌های بی‌نظیرشه که مهارت ناب پیشوران مراکش رو نشون میده. خب برمیگردیم سراغ پیمان و ازش میخوایم که در ادامه سفر متفاوتش برای ما از شفشاون و کازابلانکا بگه. شهر شفشاون یه جای خیلی کوچیکه، شاید حتی روستاییه، در واقع توی یک دامنه کوهیه و ویژگیش و شهرتش به خاطر اون رنگ آبیشه، یعنی همه خونه ها رنگ آبی شدن و این یکی از ویژگی‌هاییه که توریستای مختلفی رو به شفشاون میکشونه. این رنگ آبی سفید هم خیلی برای من جالب بود. از چند نفر که پرسیدم گفتن که به خصوص تو شهرها که اطراف دریاها آبها هست، گفتن که به خاطر اینه که در واقع رنگ آبی و سفید باعث میشه پشه‌ها کمتر به سمت این خونه ها جذب بشن و این یک حالا عقیده‌ایه که داشتن و باعث شده خیلی از خونه ها رنگ آبی سفید بگیرن، به خصوص کنار دریا. ولی شفشاون هم حالا به نظر من به هر دلیلی که وجود داشته این شهرتشه برای توریستا و خیلی توریستای زیادی میرن شفشاون رو ببینن چون کاملا آبیه. شهر توی یک ارتفاع مثلا یه چیزی مثل ماسولر در نظر بگیرین با کوچه های تنگی که میتونیم بری کلی باز دوباره دوره‌گرد ببینی، کافه های بامزه ببینی. من وارد شفشاون شدم هم باز دوباره من سفرم اینجوری بود که یا با دوستانی که میرفتیم از کاوچ سرفینگ استفاده میکردیم و میرفتیم تو خونه یک محلی یا اینکه یه هاستلی میرفتیم. شفشاون رو من تنها رفتم و تو یک هاستلی بودم. خیلی اونجا دوستای جالبی پیدا کردم که باز تو کتابم خیلی با جزئیات گفتم، ولی آدم‌های مختلفی بودن که خیلیاشون ایرانو دیده بودن. اونجا با هم در مورد ایران صحبت میکردیم. یه نکته‌ای که در مورد شفشاون وجود داره اینه که در واقع حالا تو کل مراکش یک چیزی که شما همیشه و هر روز میشنوین به عنوان یک توریست وقتی دارین تو خیابون راه میرین، فروشنده هایی ان که دارن کنار گوشتون میگن حشیش و حشیش میفروشن. این انقدر زیاده که اصلا آزاردهنده میشه، چون میدونن شما توریستین، هر روز آدم‌هایی هستن که ازتون در واقع میخوان بهتون حشیش بفروشن. تو شفشاون به دلایلی که حالا من از محلی‌ها شنیدم که در واقع اونجا یک سری مزارعی وجود داره که با اجازه پادشاهی که اسمش فکر کنم حسن ششم بود که پادشاه مراکش هست، در واقع آزادانه تر ماریجوانا کشت میشه. قانونای پیچیده‌ای داره، یعنی کشتش مثلا مشکلی نداره. این اصلا شده بود به یک عاملی که خیلی از توریستا از به خصوص اسپانیا و ایتالیا وارد شفشاون بشن و خیلی کسی کار نداشت. یعنی شما توی کافه‌ها که تو بیرون بودن می‌نشستی همیشه بو میومد و اصلا پلیسی که بیاد مثلا گیر بده به این ماجرا نبود. اینو البته تو همه شهرهای مراکش می‌بینین. من همیشه این مسئله رو داشتم که آدم‌های فروشنده بودن و در واقع این سوالو می‌کردن. پیمان جان یکم از سطح بهداشت مراکش برامون بگو لطفاً. کلا مراکش از لحاظ بهداشت و مسائل بهداشتی خیلی سطح بالایی نبود. یعنی شما اگه میرفتین رستوران مثلا خیابانی که ما خیلی میرفتیم، دستمال کاغذی رو میزا نیست. مثلا کاغذ کاهیه که مثل قدیمای ایران که کاغذ کاهی میذاشتن، کاغذ کاهیه. یا تو دستشویی صابون مایع اکثرا نبود. من تو این یک ماهی که اونجا بودم باورتون نمیشه فقط یه بار تونستم با آب گرم دوش بگیرم و اصلا انرژی به شدت گرونه. آدم‌ها خب ثروت خیلی زیادی ندارن و با آب سرد با دوش میگرفتم خیلی جاها. یا مثلا یک اندازه یه دونه از این لگنا آب گرم داشتم و با یک چیز کوچولویی این آب گرم رو میتونستم رو خودم بریزم. به هر حال اینا چیزاییه که واقعا تو مراکش وجود داشت. حالا خیلی شاید برن مثلا یه سری هتل‌های 5 ستاره و عکسای خیلی جالبی هم از مراکش بگیرن، ولی واقعیت کشور اینجوری بود که شاید خیلی از لحاظ بهداشتی قابل قیاس مثلا با ایران حتی نبود. ممنون از توضیحاتت. پیمان بغیر از شهرهایی که ما ازش اسپردیم، آیا شهر دیگه‌ای هم بود که نظر تو رو جلب کرده باشه و موضوع خاصی داشته باشه؟ اگه پاسخ مثبته لطفاً از اونجا هم برامون بگو. آره حتما، چون خیلی مراکش شهرهای مختلفی داره که هر کدوم یه ویژگی دارن. برای خود من طنجه که تو شمال مراکشه و یه شهر بندریه انتخاب اولمه. یعنی اگه الان از من بپرسین کجا تو مراکش برات جذاب ترین جا بود، من قطعا طنجه رو انتخاب میکنم. طنجه تو شمال مراکشه و در واقع بین اون تنگه جبل الطارق، یعنی شمالی ترین جای مراکشه، جنوب اسپانیاست. من وقتی رسیدم به طنجه با یکی از همین تاکسی‌ها رفتم به سمت اون مدینه شهر
شهر مراکش. مدینه هم همون جاییه که در واقع بافت قدیمی یا مرکز قدیمی شهره. آروم این تاکسی همینجوری رفت بالا، ارتفاع گرفت و یه دفعه از سطح در واقع دریا اومد بالاتر و ما به یک قلعه‌ای رسیدیم. خیلی شبیه به مثلا کسایی که اگه جنوب ایتالیا رو دیده باشن، شبیه ناپل ایتالیا، اون محله‌های تو در تو، کوچه‌های تو در تو، و شما این کوچه‌ها رو که میرسی به یک جایی که در واقع دریه که رو به سمت جبل الطارقه. خیلی بامزه است که خود محلی‌ها عصرا نزدیک غروب میرن اونجا، پیرمردها، پیرزن‌ها، آدم‌های مختلف، زوجا، و میشینن و غروبو میبینن. و اگه هوا خوب باشه شما میتونید جنوب اسپانیا رو ببینین، یعنی مشخص اون بخش جنوبی اسپانیا. یکی از تفریحات اسپانیایی‌ها اصلا اینه که اونها در واقع یه روزه میان وارد مراکش میشن با حالا کشتی یا قایقای تفریحی و میرن مثلا مهمونی میگیرن، تو خونه ها میمونن، همون شب برمیگردن یا یکی دو روز میمونن. هم هزینه ها تو مراکش پایین‌تر نسبت به اسپانیا، هم خب خیلی قوانین راحت تره. اینم از چیزایی که من خیلی توی طنجه دیدم. ولی به هر حال طنجه به خاطر اون مدینه‌اش و به خاطر اون بافتش و اون منظره‌ای که رو به اسپانیا داشت برای من خیلی جذابه و همیشه جزو بهترین لحظات سفرهام بوده طنجه. همیشه هم دوست داشتم برگردم به طنجه و اون منطقه رو دوباره ببینم. این یکی از ویژگی‌های طنجه بود. و اگه بخوام به شهر دیگری هم بر اساس سوالتون اشاره کنم، فاس یا فس هم در واقع یکی از شهرهای جالب مراکشه. فاس یه جورایی میشه قوم خودمون، خیلی شهر مذهبیه و یه جورایی مرکز مذهبی مراکشه و در کنارش هم دباغی‌های زیادی داره. دباغی‌ها همون جاهایی هستن که به صورت سنتی در واقع پوست مثلا گوسفند رو تبدیل می‌کردن به چرم. من خیلی دوست داشتم این جاها رو ببینم و توی فاس تونستم اونجا رو ببینم. خیلی فضای عجیبیه. حالا احتمالاً شما عکسای خیلی مشهوری اگه به مراکش علاقه داشته باشین از دباغی‌ها دیدین. من وارد چند تا از اون دباغی‌ها شدم. خیلی شرایط بهداشتی بدی داره، بوی بسیار بدی داره، ولی معمولاً باز دوباره در یک حالت استثمارگونه‌ای یک فضایی برای توریست‌ها در نظر گرفته شده، تراسی که از یک بالا بتونن عکس بگیرن. خیلی عجیبه دیگه. اینا همون وجه دیگه این سفراست که معمولاً شاید خیلی از گردشگران نمی‌بینن که کارگرها با کمترین شرایط بهداشتی بدون ماسک، بدون پوشش خوب دارن تو دباغی‌ها کار میکنن و خیلی هم شرایط تنفسی سختی دارن. دباغی در واقع فاس خیلی مشهوره و شما همیشه تو اون عرفه‌های بازارهای فاس چیزای چرمی مختلفی می‌بینین که در واقع تولید همین چرمیه که ساخته میشه و در کنارش خیلی برخوردهای مختلفی شد. حالا تو بازارهای مراکش کلاً آدم‌ها کنجکاون، یعنی خیلی وقتا مزاحمت داره. برای شما وقتی دارین راه میرین بر اساس قیافه شما توی کل کشور مراکش تو بازار با شما به زبانتون صحبت میکنن. یعنی مثلا اگه میبینن ایتالیایی هستید شروع میکنن به ایتالیایی باهاتون حرف زدن برای اینکه بتونن جذبتون کنن. اگه بفهمن ایرانیین دو سه تا کلمه ایرانی میگین. خیلی جالبه. من حرفای مختلفی شنیدم. مثلا اونجا فهمیدم که علی دایی یا کریم باقری یا علی کریمی چقدر توی مراکش محبوبن. یعنی فوتبال چون تو مراکش محبوبه بارها اسم این بازیکن‌های فوتبال شنیده میشه. یه نکته دیگه هم در مورد فاس این بود که تو همون دباغی مثلا آدم‌ها با من سوال می‌پرسن کجایی هستی؟ تا میگفتم ایرانی میگفتن شما مسلمون نیستی و در واقع این خیلی شدید بود. تو شهر دیگه مراکش کریم نمیذاشتن اولش تو مسلمون. دقیقاً منم اون حسو حالا بعداً وقتی ویدیو رو دیدم داشتم. ولی خیلی جالب بود که تو شهرهای دیگه وقتی میگفتم ایرانیام حالا اتفاق خاصی نمیافتاد، ولی چون اون شهر به شدت مذهبی بودن و مذهبیای تندرویی دارن این قضیه باعث میشد که با هم یک زاویه پیدا کنن و اینجوری بودن که خب شما که اصلا مسلمون نیستین و حتی مثلا با هم برخورد قهری کنن. اینو من فقط تو فاس دیدم، ولی از ایرانی بودنم استفاده‌های جالبی هم کردم دیگه. یعنی یه چیزی که توی مراکش شما موقع تخفیف گرفتن وقتی میفهمن که ایرانی و مسلمون هستین دیگه اصلا رفتارها متفاوت میشه. با یک توریستی که اروپاییه دیگه میگن برادر و بغلت میکنن و این خیلی برخوردی که جالبه تو مراکش. چیز جالب دیگه هم در واقع ورود به مساجده. مثلا من خیلی وقتا میخواستم یه گذری، خب هوا گرم بود، شلوارک پوشیده بودم، داشتم راه میرفتم، وارد مسجد میخواستم بشم، میگفتن که نمیتونی وارد بشی، فقط مسلمونا میتونن وارد بشن. بعد مثلا من میگفتم با من مسلمونم، بعد قبول نمیکردن و باید مثلا حمد و توبه. چرا مسلمون شلوارک نمیپوشه؟ نه اصلا فکر میکنن توریستم که احتمالاً مثلا از حالا ایتالیا، اسپانیا یا جایی اومدم و مسجد فقط برای مسلمونا بود. دیگه چند باری حالا تو کتابم خیلی با جزئیات نوشتم، چند باری من دیگه مجبور شدم مثلا حمدو بخونم تا اینا واقعا باور کنن که ما مثلا میتونیم وارد مسجد بشیم. بعد با خنده و بغل و اینا میذاشتم برم مسجد. اینم از جمله خاطراتیه که خیلی برام اتفاق افتاد تو پرسه‌زنی‌ها. یه نکته آخری هم که میخوام در مورد فاس بگم، اون موقع که من به مراکش سفر کردم داعش وارد مراکش شده بود. یعنی من اصلا اون روزایی که وارد شدم چند تا خبری
میخوندم که یه انفجارهای اتفاق افتاده و اعضای داعش وارد مراکش شدن و من توی فاس از طریق کاوچ سرفینگ میزبانی پیدا کردم، میخواستم برم پیش اون. حالا خیلی اتفاقات افتاد که دیگه نمیگم چون جزئیاته، ولی مثلا به من نشون داد که این آقا یه آقایی بود که با یک ریشه قرمز رنگی بود و گفت این عضو داعشه و مثلا یه ریشه آمریکایی هم داره، آمریکایی مراکشی، خیلی شخصیت عجیبی بود و میگفت مثلا این دم مسجد وامیسته و به آدم‌ها مثلا بعضی موقع گیر هم میده و فاصله اون با خونه من در واقع نزدیک 300 400 متر بود با جایی که من میموندم. آره، حالا تو این سفر با این سبک و سیاق که حالا مدتش هم تقریبا طولانی بوده، اون جایی که شما رفتی قرار شد به شما جا بده و غذا بده، دیگه به شما هزینه‌ای مسلما نمیده. هزینه سفر تو این 25 روز رو خودت دادی؟ آره، هزینه سفر بجز در واقع مثلا پروازم رفت و برگشت و بین شهرها رفت و آمدم یا هزینه‌های خورد و خوراکم با خودم بود، ولی اون موقع خب ما اینقدر فقیر نشده بودیم. یعنی حالا من تو کتاب جزئیات قیمتا رو نوشتم همه رو. واقعا خب ارزش پول ما خوب بود و مراکش هم شهر ارزونیه، به خصوص اگه شما اصطلاحاً استریت فود و غذاهای خیابانی و غذای اینجوری که ما می‌خوردیم. همیشه گاری‌های زیادی تو سطح شهر به خصوص اطراف جای قدیمی هست که شما میتونید مثلا ساندویچ ماهی خوشمزه، یه ساندویچ مثلا تخم مرغ و پنیر جالب، چیزایی که خب خیلی محلیه اونجا پیدا کنین با قیمت‌های بسیار نازل. شاید مثلا در حد 2-3 هزار تومان اون موقع بود. در واقع خورد و خوراک تو مراکش گرون نبود. اقامت ما هم که خب رایگان بود. اگه سفری هم میرفتیم یا کاوچ سرفینگ بود یا در واقع مثلا یه هاستل بسیار ارزون بود. بیشترین هزینه سفر در واقع پرواز من شد. از بولونیا به کازابلانکا برگشتم، ولی بقیه هزینه‌ها خیلی هزینه زیادی نبود. اتفاق بعد یا تجربه تلخی که از این سفر خاصت داشتی چی بود؟ در مورد در واقع اتفاقهای بد یا اتفاقهایی که حالا در طول اون سفر بیفته، بحران اولی که به وجود اومد، من وقتی رسیدم مراکش اینترنت هم کار نمیکرد و اینترنت وای فای هم اونجا خیلی رایج نبود. یعنی شما جایی نمیتونستی اینترنت وای فای پیدا کنی، موبایل هم کار نمیکرد. 5-6 روز خیلی بد داشتم. یعنی من واقعا وقتی شروع کردم خاطراتمو نوشتن، اون موقع خاطراتمو تو فیسبوک هر شب که مثلا بقیه میخوابیدن من خاطراتمو مینوشتم، ولی این اینترنت نداشتن و جوون بودن من، خب من موقع 25 سالم بود، این اولین سفرم بود. من اصلا وقتی می‌خواستم برم مراکش با خودم چمدون بردم. یعنی اینجوری بودم که قراره یه اتاق قشنگ بهم بدن با یه تخت زیبا، یه سرویس بهداشتی قشنگ مال خودم. من وقتی رفتم اونجا و یکی تو ایستگاه قطار رباط اومد دنبالم و کلی رفتیم هی فضا سیاه‌تر میشد. یه شهرک بسیار فقیری بود. رفتیم توی طبقه دیدم مثلا 9-10 نفر آدم توی خونه مثلا 100 متری ان. یکی آلمانی بود، یکی اسپانیایی بود، یکی مصری بود، 2-3 نفر مراکشی بودن از قومیت‌های مختلف، دختر و پسر که اومده بودن درس بدن و من اینجوری بودم خب اتاق من کجاست که متوجه شدم اتاقی وجود نداره و همون گوشه چمدونم باز کردم، مثلا میرفتم دستشویی میدم 5-6 تا لگن، هر کی لباسای خودشو پهن کرده. من 25 ساله اون موقع تجربه سفر ارزان و اینجور سفر کردن نداشتم. خیلی ناامید بودم، روزای اول خسته بودم، حتی میگفتم برگردم. ولی واقعا الان که نگاه میکنم اون سفر مراکش و این زیست اینجوری کنارمون بقیه بچه‌ها خیلی باعث شد که من دیدم به سفر و مشاهده و این سفر ارزان عوض بشه و یه جورایی منو ساخت. یعنی اون تحمل اون 25 روز، تحمل اون مسائلی که خیلی بهداشتی نبود، اینکه همش در حال رفت آمدی، شاید جاهای زندگی میکنی که آدم‌ها مثلا هتل نیست، بهداشت نیست، غذاها خیلی غذاهای مثلا با کیفیتی نبود، ولی انگار اون یه مرحله‌ای بود که جهان بینی منو به سفر عوض کرد و الانم توی مقدمه کتابم کامل اینو نوشتم که من اصلا دست نبردم تو متن اون خاطراتی که تو فیسبوک می‌نوشتم، برای اینکه می‌خوام آدما بخوننش و ببینن که سفر یه آدمی که جوونه نترسه از سفر کردن، از رفتن به ناشناخته. سفر اون چیزی نیست که آدما تو اینستاگرام همش قشنگیشو نشون میدن، روزای بد داره، روزای تلخ داره، کلاهبرداری داره، ولی همه اینا کنار هم انگار به شما یه بعد جدیدی اضافه میکنه که آدم جدیدی میشین، یه جهان بینی جدیدی پیدا میکنین. آره، واقعا به نکات خیلی خوب و قشنگی اشاره کردی. راستی کازابلانکا رو فراموش نکنیم، ما از اونجا هم برامون بگو. کازابلانکا ورودی من به مراکش و خروجی من از مراکش بود و به خاطر پرواز ارزونتر به کازابلانکا رفتم. خب تو موقع ورود که اصلا خیلی شهر رو ندیدم، یعنی من پروازم نشست رفتم ایستگاه قطار و با قطار رفتم به شهرهای دیگه و خیلی هم تجربه عجیبی بود، چون همون اول یه آدمی اومد و کمک کرد به من. دیدم مثلا کارمند قطار کمک کرد چمدونم ببرم بالا و یه دفعه مثلا گفت حالا پول بده و من اون اولین مواجهه هم با مراکش بود که قراره آدم‌های زیادی ازت پول بخوان.
مثلا من تو اپیزود مصرتونم شنیدم که خیلی این رایج بوده، دقیقاً مثل همون اپیزود مصر شما و مهمونتون. تو مراکش هم آدم‌ها یه دفعه میان تو خیابون میگفتن میخوای جای خوب نشون بدم، مثلا پسر بچه کوچولو، و بعد اگه میگفتی آره باید یه پولی میدادی. خیلی این اتفاق در واقع پول دادن در ازای کار یا حتی پول دادن در ازای هیچ کاری رایج بود تو مراکش. ولی به هر حال کازابلانکا خب اسمش در واقع همون کازا یا بلانکا، حالا به اسپانیایی و ایتالیایی در واقع میشه خانه سفید و به خاطر اون بافت خونه‌هاش از قدیم بوده که سفید رنگ بوده و خیلی هم قشنگه، معروف شده به کازابلانکا. البته فیلم‌های مختلفی هم که توی سال‌های مختلف تو کازابلانکا ساخته شده این ویژگی رو ایجاد کرده. راستش کازابلانکا اونقدر برای من اصطلاحاً واو نبود. من خیلی مثلا میگم طنجه و مراکش رو بیشتر دوست داشتم یا فاس رو بیشتر دوست داشتم علیرغم همه خاطرات بد. ولی کازابلانکا یه جورایی توریستی شده، یعنی شما در واقع توی کازابلانکا یه بولواری هست، بولوار کورنیش اگه اشتباه نکنم، یه جاییه که کنار دریاست و کلی رستوران و بار هست، یه پیاده رو طولانیه که آدم‌ها توریستا اونجا راه میرن. خود کازابلانکا به خاطر حالا فیلم معروف که تو کازابلانکا بوده یا فیلم‌های بعدی که ساخته شد، فکر کنم فیلم جیم جارموش هم توی کازابلانکا بود، یه جورایی دیگه چیز شده دیگه، ترند شده، مشهور شده و آدم‌ها دوست دارن کازابلانکا برن. بندر خیلی قشنگی داره. من خیلی شانسی، یه ویژگی دیگه کوچ سرفینگ اینه که محلی‌ها میتونن بیان و یه تور رایگانی، یعنی در واقع طرف دوست داره که به خارجی‌ها شهرشو نشون بده. شانسی که آوردم با یه پسری رفتیم کازابلانکا رو دیدیم، چون من خیلی تو کازابلانکا نموندم، در حد یه شب موندم و اون منو برد مثلا سمت بندر و توی یک رستوران خیلی محلی، مثلا انگار شبیه انزلی، این رستوران‌های کوچولویی که کنار اسکله هستن، و اونجا یه شام خیلی بامزه خوردم که میگو تخم مرغ بود. اونم از جمله غذاهاییه که خب شما توریست باشی امکان نداره بری پشت اسکله کازابلانکا هم چیزی بخورین. اون خیلی خوب کازابلانکا رو تو اون مدت کم به من نشون داد. و دوباره این کافه هایی که شما باید در نظر بگیرین ساختمان‌های سنگی ان، تو بعضی محله ها هستن که شیب دارن، شما این کوچه ها رو میرین، چراغای خیلی خوب. کاری که خیلی مراکشی‌ها خوب انجام دادن دیزاین در واقع مسیرهای پرسه‌زنی توریستاست، یعنی شما لذت میبری. اون اروپایی دوست داره اون در واقع شرق مرموز رو ببینه و اونام کاملا اینو ساختن. خب برای غربی‌ها خیلی جذابه. اقیانوس هم خیلی جالبه که تو مراکش وجود داره، یعنی شما جاهایی که کنار اقیانوس میرین شنا میکنین، اقیانوس کاملا با دریا متفاوته و این موج‌های اقیانوسی که معمولا تا 2-3 متر شدت دارن و خب تفریحاتی که اونجا وجود داره، آدم‌هایی که اونجا وجود دارن، یه بافت فرهنگی جالب وجود آورده. خود کازابلانکا هم شب‌ها اون مسیرهای کنار دریا و اطراف مسجد حسن دوم جای خیلی خوبی بود برای زوج‌ها، آدم‌ها عشاق میشستن با هم حرف می‌زدن، غذای خیابانی می‌خوردن. خیلی فضای توریستی و شیک باید باشه تا اینکه خیلی واقعی مراکش باشه. درسته؟ سمت مسجد حسن دوم واقعی مراکش بود، یعنی خب به هر حال بومی‌ها می اومدن، جوون‌ها می اومدن، تفریح می‌کردن، ولی سمت اون بولوار کورنیش خیلی توریستی بود. یعنی کازابلانکا هم مدرن بودنشو داره هم اون سنتشو، و برای همین باعث میشه که هر کی بر اساس علاقه خودش بتونه جای مختلفو ببینه. در کل برداشتت نسبت به مردم مراکش چی بوده؟ من یه ذره دید منفی تو صحبتات حس کردم. کلا کاراکتر من یه کاراکتر انتقادیه و خود انتقادی دارم، حالا به بقیه هم انتقاد میکنم. یعنی شاید مثلا در حال این نظرات من خیلی انتقادی هم باشه، یعنی مثلا بحث‌های بهداشت، بحث‌های بازار، کسایی که گیر میدادن، این چیزی بود که من دیدم. و در کل اون خونگرم بودن شرقی‌ها رو مراکشی‌ها دارن، یعنی همیشه میبینین آدم‌هایی که پایه هستن. واقعا چند تا جوون بودن که یک روزشون رو در اختیار من گذاشتن، با هم رفتیم شهر رو چرخیدیم، نه پولی درخواست کردن نه چیزی، و دوستای خیلی خوبی شدن همون موقع تو فیسبوک و ما سالها با هم در ارتباط بودیم. اون ورچه ماجرا هم هست، اینجوری نیست که مراکش همیشه برای من ترسناک بوده، ولی خب من همیشه سعی میکنم انتقادها رو بگم، یعنی چیزهایی که دیدم و میگم در کنار اون قشنگیایی که بوده. به نظرم همه کشورها، یعنی شما اروپا هم برین، خب قاعدتاً جاهایی وجود داره که یه انتقادهایی بهش دارین، جاهای وجود قشنگه. به نظرم صرف یکی از اینا رو بیان کردن نشون نمیده که اونجا چه جوری بوده. مراکش هم از این قضیه مستثنا نیست، یعنی همون زیبایی و مهربانی و شرقی که به نظرم ما هم خیلی خوب تجربهش کردیم وجود داشت. در این حال نبود امکانات، کثیفی خیلی جاها، بعضی موقعا که اصرار داشتن ازت پول بگیرن، خیلی وقتا آزاردهنده بود.
تو بخش آخر میخوایم یکم درباره آدم‌ها، فرهنگ و خصوصیات مردم مراکش براتون بگی. تو این کشور پادشاه فعلی یعنی محمد ششم سعی کرده که اقداماتی جهت ارتقای فرهنگ و برابری جنسیتی انجام بده. ایشون نسبت به شاهان پیش از خودش به خانم‌ها اختیارات و حقوق بیشتری مثل حق حضانت فرزند و حق طلاق رو داد. سن قانونی ازدواج رو برای زنان و مردان به 18 سال افزایش داد و برای چند همسری هم محدودیت تعیین کرد. در ضمن محمد ششم اولین شاهی بود که با همسرش در انظار عمومی ظاهر شد. همسر ایشون زن بسیار محبوبی به نام لالا سلماست. این خانم برای اولین بار تونست با فعالیتاش و تکیه به آگاهی و هوش زیادش چهره زن سنتی رو از خاندان سلطنتی پاک کنه و با حضور فعالش تو سیاست، سفرهای خارجی مداوم و شرکت تو امور بشردوستانه به نوعی اولین زنی شد که تو مراکش به اون لقب بانوی اول رو دادن. موضوع مهم بعدی که در فرهنگ مراکش نقش داره فوتباله. فوتبال برای مردم مراکش خیلی مهمه و یه جور مشارکت اجتماعی و رفتار میهن پرستانه تلقی میشه. توی کوچه های مراکش زیاد میبینی که چند تا بچه افتادن به جون یه توپ و تظاهر میکنن که مسی و رونالدو هن و با حرارت تمام فوتبال بازی میکنن. از افتخارات فوتبالی کشور مراکش هم به آخرین مورد اشاره میکنیم که در همین جام جهانی 2022 تونست به عنوان اولین تیم آفریقایی به مرحله نیمه نهایی صعود کنه و شگفتی ساز جام بشه. البته این تنها شگفتیشون در جام نبود. بازیکنان مراکشی در هر مرحله‌ای که در جام 2022 قطر صعود کردند، کل پاداششون رو به نیازمندای کشورشون بخشیدن. خب الان میخوایم بریم سراغ مهمان دوم اپیزود و تا آخر اپیزود در خدمت ایشون هستیم. آقای وحید کاویانی. وحید عزیز 36 سالشه و کارش آموزش آفرود و تست و بررسی ماشین‌های آفروده و خب سفرش هم به مراکش یه سفر متفاوت و خاص بوده و به کارش هم ربط داشته. وحید با تیمش رفته بود به مراکش تا با ماشین‌های آفرود صحرای مراکش رو پیمایش کنه. نکته جالب اینه که تیم اونا آخرین نفراتی از ایران بودن که تونستن به مراکش سفر کنن، چون از سال 2017 با توجه به اختلافاتی که بین دولت‌های مراکش و ایران پیش اومد دیگه کشور مراکش به ایرانی‌ها ویزا نمیده که امیدواریم زودتر این اختلاف هرچی که هست حل بشه. بریم با هم به ماجرای سفر آخرین ایرانی‌هایی که از ایران پا به کشور مراکش گذاشتن گوش بدیم. وحید جان سلام، به رادیو ماجرا خوش اومدی. سلام امیر جان، خیلی خوشحالم که توی این برنامه در کنارتم. ما سال 2017 تصمیم گرفتیم که یه سفر عجیب غریب بریم و پلنمون شد مراکش، صحرای غربی مراکش. برای این سفر شروع کردیم برنامه ریزی، شروع کردیم پوینت هایی که توی کویر می‌خواستیم و دونه دونه پین کردن و یه حالا برنامه سفر 10-12 روزه‌ای و تدارک دیدیم و در نهایت اقدام کردیم برای دریافت ویزا. وقتی به سفارت مراجعه کردم خیلی معمولی، خیلی عادی، خیلی ریلکس گفتن این مدارک‌ها رو بیارین و ویزاتون هم مثلا ظرف مدت 10 روز صادر میشه و بعدم برید مراکش. دیگه ما رفتیم وچر هتل ها رو گرفتیم، بلیت پروازامون رو گرفتیم، همه کارامون رو کردیم و در نهایت مدارک رو که به سفارت دادیم گفتن اوکی مثلا چند روز دیگه شما بیایید ویزاتون رو بگیرید. ما نشسته بودیم که اصلا ویزا بشیم که بهمون زنگ زدن که آقا نه شما همتون ریجکت شدید، بیایید پاسپورتاتون رو بگیرید و به سلامت. دیگه بلند شدم حقیقت رفتم سفارت و خیلی مستعصل و ناامید که آقا ما این همه هزینه کردیم، من اونجا ماشین رنت کردم، پول بلیت هواپیما دادیم، پول هتل دادیم و دیدم مثلا اوضاع سفارت خیلی آشفته است. یه سری حالا بازرگان ایرانی که با مراکش کار میکردن میومدن اونجا و یه حالا فضای خیلی متشنج و خیلی ناراحت کننده و حالا خلاصش بکنم این شد که به ما گفتم آقا ویزا نمیشید، ولی چون قبلا کنسول حالا محترم سفارت مراکش توی تهران قبلا پیرو حالا فعالیتایی که من در گذشته تو کشورهای دیگه داشتم داخل ایران داشتم، عکس و فیلمایی که ازم دیده
دیده بود خیلی استقبال کرده بود از این سبک سفری که من میخواستم به مراکش برم و وقتی رفتم باهاش صحبت کردم گفتم بابا من فلانی ام، یادته مثلا این عکس و فیلم‌ها رو تو گوشیم بهت نشون دادم، تو فیسبوک هم تو اینستاگرام بهت نشون دادم. گفتش که بذار ببینم چیکار میکنم و در نهایت فرداش به ما گفتن که ما نصف جمعیت شما رو ویزا میکنیم. یعنی ما 14 نفر قرار بود باشیم ولی 7 نفرمون رو ویزا کردن و موقعی که ویزا رو داشت بهم میداد برگشت به من گفت شما آخرین ایرانی هایی هستین که قراره برین مراکش. و من جدی نگرفتم، یعنی از خوشحالی این که ویزا شدیم، حداقل 7 نفرمون ویزا شدیم، مثلا به صحبت آخر اون بنده خدا اصلا دقت نکردم و ویزا رو گرفتم، اومدم پاسپورت بچه‌ها رو دادیم و چند روز بعدم سوار هواپیما شدیم رفتیم دوحه که از دوحه بریم به سمت کازابلانکا. توی پرواز دوحه به کازابلانکا ما رفتیم نشستیم. خب پروازش هم 14-15 ساعت طول می‌کشید تقریبا. من یکی دو باری که حوصله‌ام سر رفته بود بلند شدم تو هواپیما به بهونه دستشویی حالا برم بچرخم. وقتی برمیگشتم دیدم چهره 2-3 نفر برای من آشناست توی پرواز و خیلی جدی نمیگرفتم تا بعد چند ساعت دوباره بلند شدم برم تابی بخورم تو هواپیما، دیدم یکیش چهرهش خیلی آشناست و اون به چشای من زل زده، منم به اون زل زدم و یه سلام علیک بادی لنگویجی با زبان بدن با هم انجام دادیم. اومدم نشستم رو صندلیم، خودم گفتم که این که کارمند سفارت بود، بغلیش هم که فلان شخص تو سفارت بود. و ما وقتی رفتیم رسیدیم به کازابلانکا، به فرودگاه کازابلانکا، متوجه شدیم که اصلا ایران و مراکش روابط دیپلماتیکشون رو با هم قطع کردن و کارمندای سفارت هم با ما داشتن برمیگشتن کشورشون. و اون لحظه تو فرودگاه کازابلانکا حقیقتا برای ما لحظات خیلی عجیب و غریب و سختی بودش، به خاطر اینکه پرواز که نشست به ما گفتن شما 7 نفر ایرانی این طرف و حالا مدارکمون رو چک کردن. توی کوله پشتی من خب یه سری لوازم و تجهیزاتی که برای سفرهای آفروده، یه سری از این اکسسوریا همراه من بود که حالا اسمای ساده‌شون رو بخوام بگم تسمه و شگل یا جامپ استارتر، اینا بیشتر شبیه عملیاتای تروریستی بودش تا سفر طبیعت. یعنی جامپ استارتر مثلا یه قطعه برقیه که یه برق ولتاژ بالایی رو تولید میکنه که شما بتونی یه ماشینی که باتریش خراب شده رو روشن کنی تو کویر تو بیابون که تنهایی. بعد اینا رو میدید و میگو اینا رو برای چی داری میبری؟ اینا یعنی چی آخه؟ چه جور گردشگری هستی تو؟ که باز اونجا ما کلی عکس و فیلم نشون دادیم، بابا آفرود اینه، من کویر میرم، تو ایران این کارا رو کردم، اینجا این کارا رو کردم و این داستانا. و در نهایت یه سری لوازم ما رو ضبط کردن و گفتن به صورت امانت میمونه، تو برگشتون میتونین بیاین بگیرید. اولین مقصدتون خود کازابلانکا بود پس؟ ما اولین شب رو کازابلانکا بودیم به خاطر فرودگاهش. در آخر سفرمون قرار بود 2 روز کازابلانکا اقامت داشته باشیم و کازابلانکا رو ببینیم که میشد آخر سفرمون، ولی شب اول رو فقط خوابیدیم. فرداش یه ون گرفته بودیم به مقصد شهر مراکش و رفتیم مراکش. اونجا هم دوباره یک شب فقط خوابیدیم، در حد اینکه صبح زود روز بعدش 3 دستگاه ماشینی که رنت کرده بودیم بیان به ما تحویل بدن و ما در نهایت حرکت کنیم به سمت صحرای غربی مراکش. خب رفتید رسیدید؟ ما مدت تقریبا 7 روزش رو توی کویرها بودیم، به این صورت که مثلا روز اول رو از مراکش حرکت کردیم به سمت مرزوقا. نکته جالبی که من اونجا خیلی برام به چشم می اومد این بود که یه سری گروه‌های خودرویی اروپایی، مثلا رانگلر سواران، مثلا داستر سواران، خب چیزایی که حالا تو ایران هم ما به نوعی داریم، اونجا هم بود ولی اروپایی بودن. ما حالا 3 دستگاه پرادو بودیم، یه رنگ، یه شکل، یه مدل، 3 تایی با هم میرفتیم. یهو میدیدیم 10 تا داستر میاد از بغلمون رد میشه، 10 تا رانگلر میاد از بغلمون رد میشه و هنوز ما به مرزوقا هم نرسیده بودیم و هنوز اون دیدی که فقط در حد عکس و فیلم و لوکیشنایی که توی مپ پیدا کرده بودیم بود. پیش خودمون میگفتیم کجاست اینا، کجا دارن میرن، مثلا دنبال اینا بریم ببینیم اینا کجا میرن. و در نهایت شبش ما متوجه شدیم که مقصد همه ما یه جا بوده، مرزوقا. و رفتیم رسیدیم مرزوقا که میشد شروع قسمت کویری یا همون حالا صحرای غربیش. و حقیقتا اونجا وقتی صبح روز بعدش بیدار شدیم تو روشنایی، اون امکاناتی که حالا امکانات و زیرساخت‌هایی که اونجا فراهم کرده بودن برای توریست‌ها و گردشگرها حقیقتا قبط
خوردم که چرا تو کشور خودم 100 پله و 100 برابر زیبایی ها و جاهای خیلی خاص‌تر و بکتر و قشنگتر و زیباتری داریم ولی چرا اون زیر ساختار رو خودمون نداریم. یکم از چالش‌های سفر تو صحرا هم برای ما بگو. ما این کویرهای ساحرای غربی که می‌خواستیم بریم یک کویر به هم پیوسته نبود، چند تا تیکه تیکه بود. مثلا مرزوقا یه قسمتی بودش، چیکاگو یه قسمتی بودش. ما کویر مرزوقا رو می‌خواستیم بریم وارد بشیم که پیمایش بکنیم اصطلاحاً با ماشینامون. از شوق و ذوق این که اینجاییم و توی این لوکیشنیم و توی این فضا قرار گرفتیم مثلا یادمون رفت که آقا ما تسمه و شگل نداریم. اون امکاناتی که وقتی یه ماشین تو کویر گیر میکنه و شما باید حمایت کنی با یه ماشین دیگه ریکاوریش کنی و بتونی بکشیش از اون شرایط در بیاری و مثلا همراهمون نداریم. ما اینو یادمون رفته بود و رفتیم وارد کویر شدیم. خب بیسیم هم که نداشتیم، اونا هم که گرفته بودن ازمون و در نهایت یه جا ماشین یکی از بچه‌ها گیر کرد و اون لحظه تازه ما متوجه شدیم که خب ما نه اینجا بیل آفرود داریم، نه تسمه داریم، نه شگل داریم و تنها آپشنی که داشتیم دستامون بود و انقدر زیر این ماشین رو خالی کردیم، حالا باد لاستیکاشو کم کردیم و این داستانا تا تونستیم این ماشین رو از اونجا رها کنیم ولی دیگه غروب شده بود. انقدری طول کشید که دیگه غروب شد و ما قرار بود فقط غروب برگردیم بیایم بریم هتل که روز بعدش حرکت کنیم بریم به سمت چیکاگو، ولی زودتر اومدیم بیرون و اومدیم توی اون شهر سعی کردیم یه فروشگاهی رو پیدا بکنیم. یعنی اون لوکال گایدی هم که با همون بود میگه اصلا اینجا یه فروشگاهی هستش که همه چی داره. به امید اینکه این فروشگاه هستش رفتیم که اینا رو تهیه بکنیم ولی رفتیم دیدیم این فروشگاه اصلا جمع شده و به مکافات و با کلی دوندگی و داستان تونستیم ما یه دونه تسمه پاره شده، یعنی یه نصف تسمه رو از یه مکانیک خریدیم به قیمت مثلا 5 برابر یک تسمه سالم استاندارد و شگل هم که اونجا پیدا نمیشد و در نهایت با خم کردن میلگرد، یعنی خودمون به اتفاق بچه‌ها ایده دادیم که آقا میلگرد رو اینطوری کج بکنیم میشه کار شگل رو بکنیم. شگل اون قلابیه که ما تسمه رو میبندیم و ماشین رو اصطلاحاً میکشیم که آزاد بشه. اینجور قطعات، اینجور اکسسوریا توی ماشین‌های ماها باید باشه. شاید سالی 1 بار نیاز بشه، شاید توی 1 روز 10 بار نیاز بشه. دیگه روز بعدش حرکت کردیم به سمت چیکاگو که می‌خواستیم بریم. 2 تا 3 روز راه داشتیم و ما پلنمون اینطوری بودش که هر شب یک جا اقامت داشته باشیم. شب دوم کویر میشه در اصل که شب 4م سفرمون بودش. ما یه کاروانسرای و یه ریزورتی رو بوک کرده بودیم و قرار بود بریم اونجا بخوابیم. رسیدیم اونجا برخلاف مرزوقا که جمعیت شلوغ همه هستن، تعداد ماشینا زیاد، پلاک به پلاک مثلا هتل‌های مختلف و اینا، اینجا هیچ کس نبود، فقط ما بودیم. اون کاروانسرای بود با یه نفر تو اون کاروانسرای و وقتی ماشینا رو پارک کردیم جلوی در این کاروانسرای پیاده شدیم، اون شخصی که حالا مسئول کاروانسرا بود اومد گفتش که ماشینا رو اینجا پارک نکنید، بیارید بذارید پشت کاروانسرا. من اول برام سوال شد خب حالا این ماشینایی که ما سواریم درسته مثلا 3 دستگاه پرادو 0 کیلومتره ولی چیز خیلی عجیب و غریبی مثلا چیزی نیستش. اون ماشینای بهتری هم من اینجا دیدم دیگه. ما ماشینا رو جابجا کردیم و رفتیم حالا توی فضای کاروانسرا بودیم، اتاقمون رو تحویل گرفتیم و حالا اونجا متوجه شدیم که اصلا کسی دیگه‌ای به جز ما اقامت نداره. دیگه با این آقا دوست شدیم و ازش پرسیدیم که علت این موضوع چی بود، موضوع امنیتی داره مثلا چیزی هستش به ما بگو. که برگشت گفتش که این در کاروانسرا که باز میشه روبروش یه کوهه. گفتیم خب آره کوه رو من اتفاقا دیدم، خیلی کوه زیبایی بود. اون خاک مراکش نیست، اون خاک الجزایره و تو الجزایر یه سری اتفاقاتی افتاده که اصلا ناامنی و از شب ساعت 12 به بعد صدای تیراندازی و اینجور چیزا رو شما خواهی شنید و دقیقاً هم همین اتفاق افتاد. یعنی مناقشه‌ای که تو صحرای غرب مراکش و الجزایر و چند تا گروه‌ها دارن آره، شما رفتید دقیقاً ما رفتیم دقیقاً تو وسط این داستان. خوب سرچ کرده بودی رفتی آره. ما اون کویر و صحرای غربی و این که بزرگترین مثلا کویر قاره آفریقاست اون برامون جذاب بود و حقیقتا الانم میگم با تمام سختی هایی که من توی اون سفر کشیدم، با تمام فشار روانی که توی اون سفر حالا بهم تحمیل شد، تازه ما اونجا فهمیدیم آقا اصلا جبهه جدایی طلب پلیساریو کیه چیه، ما اینجا چیکار میکنیم، اصلا چرا ما اومدیم اینجا. و حالا اتفاقات بعدیش خروج آمریکا از برجام دقیقاً روز 5م سفر ما، یه سری اتفاقات دیگه. کاش اون سفر رو نمیرفتی چون هر چی اتفاق بعد بود. الانم میگم اگه قرار باشه دوباره یه تجربه خاص به دست بیارم باز مراکش روز یکی از گزینه‌هام خواهد بود.
و اونجا به ما گفتش به خاطر این ناامنی ما این ماشینا رو میذاریم، چون تویوتا کلا برای تروریستا و اشرار و اینجور چیزا خیلی گزینه جذابیه دیگه و ما ماشینا رو گذاشته بودیم اون و تا صبحم حقیقتا من نخوابیدم فقط به خاطر اینکه خب بعدش چی میخواد بشه. روز بعدش دوباره مقصد همون مشخص بود، گفتم 2 تا 3 روز بعد ما راه میرفتیم تا میرسیدیم به اون پوینت اصلیمون. یه ریزورتی رو ما توی یکی از سایت های معروف بین‌المللی، میگم حالا booking.com، ما بوک کرده بودیم که عکساشو میدیدیم مثل واحه‌هایی که توی عمان هستش، وسط کویر یه سری چادر سفید، میز مثلا غذا و نمیدونم استخر و مشعلای آتیش و اینجور چیزا. یه چنین تصویری با یه چنین ذهنیتی اصلا به بچه‌ها هم عکس و فیلمشو نشون داده بودیم، گفتیم آقا روز فلان روز سفر اینجایی ما. خب و ما فرداش 1 روز کامل رانندگی کردیم توی کویر و وقتی رفتیم رسیدیم به این لوکیشن، به اون پوینت، رو جی پی اس به من میگه رسیدی. به دوستم علی گفتم که فکر کنم پوینت رو اشتباه زدیم. گفت چطور؟ گفتم نگاه کن اینجا خراب است. گاره فکر کنم پوینت رو اشتباه زدیم. بعد رفتیم چرخیدیم مثلا 1 کیلومتر اینورتر 1 کیلومتر اونورتر، دیدیم هیچ بنی بشری نیستش اینجا، همین چادرایی ان که ما فکر میکنیم حالت مخروبه داره، خرابه داره. و برگشتیم دوباره اونجا گفتیم آقا اسم اینجا اینه. گفت آره. گفتم خب چرا عکساش با عکساش نمیخونه؟ اون عکس مال قدیمه. الان اینطوریه. اتاق که نه در از چادرها رو که به ما تحویل دادن توی تاریکی بود، یعنی روشنایی رو هنوز روشن نکرده بود. من وقتی پامو گذاشتم داخل این چادر احساس کردم زیر پوتینم یه چیزایی خرت خرت صدا کردن و وقتی نور گوشیمو انداختم دیدم کف این چادر پر حشره است. و اون شب با اینکه ما پول این اقامتگاهو داده بودیم و اون عکس و فیلم های خیلی زیبا و قشنگ رو دیده بودیم، هممون تو ماشین خوابیدیم. فقط از شام اونجا و سرویس بهداشتی اونجا ما استفاده کردیم که همون شب اونجا اینترنت داشتیم و همون شب متوجه شدیم که آقای ترامپ قمارباز از برجام خارج شده و من اولش خیلی تو مودش نبودم، یعنی مثلا خب حالا خارج شده که خارج شده، ولی فرداش که یورو 8500 شد 15000 تومان، خب متوجه شدم ما اینجا یه باک گازوئیلی که میزدیم مثلا 2 میلیون تومان الان باید بزنیم 4 میلیون تومان و اونجا تازه متوجه شدم که اوه چقدر اوضاع قمر در عقربه. خب بریم جلوتر. بعد دیگه چه شد؟ ما دیگه حالا از این چیکاگو حرکت کردیم به سمت پارک ملی ایرکی و مقصد آخر ما بود توی صحرای غربی که رالی داکار که یکی از رالی های حالا معروف خودرویی توی دنیا هستش، پاریس داکار یه بخشیش در سال فکر کنم 2011 از اینجا رد شده بود و ما بقایای برگزاری این رالی رو اونجا می‌دیدیم، مثلا علائم و این چیزایی که جا مونده بود از این مسابقه دیگه بخشی از مسیر ما بوده. در نهایت ما حرکت کردیم که بیایم خارج بشیم از این منطقه، از این کویر. آخرای این کویره یه دق خیلی بزرگ، دق منظور من مثلا یه جای سفید یک دست صاف بدون دستانداز، یه جایی که مثلا شما میتونی با سرعت 200 کیلومتر مثلا بپیچی به چپ بپیچی به راست، نه جاده‌ای وجود داره نه چیزی. ما این دق‌ها رو توی کویرهای ایران هم داریم و ما توی این دقه داشتیم رانندگی میکردیم. نقشه‌ها حالا با اون لوکال گایدی که بهمون میگه باید این به این جهت باید رفتیم رسیدیم به یه جا، دیدیم یه سرباز وایساده توی این دقه به این بزرگی که آدم از هر طرفش که دوست داره با هر سرعتی که دوست داره میتونه فرار کنه. 2 تا دونه میله فلزی کاشتن زمین، یه دونه زنجیر کشیدن. چرا؟ که مثلا اینجا ایسبازسی و خیلی مسخره. مدارک ما رو چک کردن و تازه ما اونجا متوجه شدیم، یعنی با صحبتایی که حالا لوکال گایدمون هم بهمون میگه اینجا محل اختفای جبهه پلیساریو، یعنی همون جبهه حالا جدایی طلب نمیدونم اسمش هر چی که هستش که باعث مثلا این مناقشه بین ایران و مراکش ظاهرا شده بود که با دولت مرکزی مراکش هم مشکل داره. آره مشکل داره و اونجا مدارک ما رو چک کردن و یه نیم ساعت 40 دقیقه ما رو معطل کردن که استعلام پاسپورتامون و ویزامون رو بگیرن که من نمیدونم اصلا کجا رفت استعلام بگیره، چون نه هیچ کانکسی اونجا وجود داشت نه هیچ مرکزی وجود داشت، ساختمونی وجود داشت، یه بر بیابونی بودش. اصلا سربازان فکر کنم 6 ماه بود آدم ندیده بود. که دیگه در نهایت ما اومدیم مدارکمون رو بهمون دادن و اومدیم بیایم به سمت منطقه لمحمید و یه شب هتل باشیم و در نهایتش بیایم به سمت مراکش که دیگه قسمت‌های کویری سفرمون تموم بشه و بریم حالا شهرها رو بگردیم و برگردیم ایران. نکته جالب، یه تابلوهای قف به من یه توقف توی جاده میذاشتن
و هیچی اصلا پای این تابلوها نبود، ولی ما ملزم بودیم، ما نه، همه راننده ها ملزم بودن هر جایی که این تابلوی قفل رو میدیدن قبل از تابلو توقف کنن. اگر تابلو رو رد میکردی جونت با خودت بود. خب یعنی چی؟ چقدر بعد توقف میکردی؟ ببین اصول استانداردش اینه که مثلا یه جا میخوام بگم توقف کن، مثلا 500 متر 300 متر 200 متر اینطوریه دیگه، مثلا 200 متر مانده به مثلا محل توقف. این اینطوری نبود، داشتی با 100 تا 120 تا رانندگی میکردی، یهو جلوت یه دونه تابلو در میومد گوشه جاده مثلا رو زمین کاشتن قفل، بعد ما جفت با ترمز میکردیم وای میسادیم با ترس و لرز که ما خب رد نکردیم، بعد 5 دقیقه 10 دقیقه بعد وای میسادیم میدیدیم از پشت تپه یه سرباز میاد، یه دفترچه داره مثلا 6 ماه این دفترچه معلومه باز نشده، اصلا خودکارش اصلا نوشته نشده باشه، میومد مشخصات ما رو مینوشت، الکی 4 تا سوال میپرسید از کجا میایین، به کجا میرین، چرا اینجایین، از این کارها. و ما تا برسیم به سمت مراکش فکر کنم 7-8 بار ما از این توقف‌های قف داشتیم، ولی در نهایت ما بعد از لمحمید رفتیم مراکش، ماشین‌ها رو تحویل دادیم. ماشینا یه آسیب‌هایی هم دیده بودن ولی ما نگران نبودیم چون بیمه کامل کرده بودیم ماشینا رو تحویل دادیم و در نهایت روز بعدش حرکت کردیم به سمت کازابلانکا تا یه 2 روزی هم توی کازابلانکا باشیم و برگردیم ایران. توی مراکش چقدر توقف داشتید؟ ما تو رفتمون 1 روز یعنی 1 شب مراکش اقامت داشتیم، توی برگشتمون هم دوباره 1 شب اقامت داشتیم. خب تو بازدیدتون از شهر مراکش کجاها رفتید؟ چی واسهتون جذاب بود؟ ما میدون جمال الفنا رو به صورت کامل چرخیدیم، یعنی 1 ظهر تا پاسی از شب ما اونجا بودیم. همون حس و حالی که حالا ما تو اپیزود گفتیم از ساحر و جادوگر گرفته تا اونایی که میان رو دستت حنا میزنن و یه حال هوای خاصی داره، درسته؟ بعد خیلی دیدنی باشه. دقیقاً، ولی یه قسمت خیلی بد داشت که اینو واقعا نمیشد هیچ کاریش کرد. بوی فاضلاب خیلی به مشام میرسید، یعنی یه طوری بودش که احساس میکردی تو بازار ماهی فروشایی، تو قلب بازار ماهی فروشایی، و برای ماها که حالا ایرانی بودیم یه خورده اذیت کننده بود، ولی واقعا اون حس دقیقاً چیزایی که بهش اشاره کردی رو آدم میتونست درک بکنه. و دیگه اون قسمت بازار میوه فروشاشو که خیلی هم حالا اونجا باز اذیتمون کردن، طرف مثلا می آورد ما رو مینداخت روی سر و صورتت، رو بدنت، خب بعد میگه بیا عکس بگیریم. ما حالا عکسو میگرفتیم، من میگم حالا باید پول بدی اینو بردارم از رود. اینجوری نبود که بگه پول عکسو بده، پول بده که ماره رو برداره. آره دقیقاً. یه کوچولو هم ناامنی بود. ما توی اون 10-11 روزی که تو مراکش کلا تو مغرب بودیم 2 بار اتفاق افتاد برامون که می‌خواستن به عبارتی وسایلمون رو بدزدن ازمون. یه بارش توی کازابلانکا، یه بارش توی مراکش. و از ساعت 9 شب به بعد دیگه ماها مدلمون اینطوری شده بود که وسایلمون رو خیلی سفت و محکم میچسبیدیم یا کنار هم دیگه راه میرفتیم. ولی در کل تجربه جالبی بود. خب از مراکش بریم سراغ کازابلانکا. مقصد بعدیتون قبل از برگشت به ایران کازابلانکا بود، درسته؟ آره، مقصد آخرمون قرار بود 2 شب کازابلانکا اقامت داشته باشیم که اصطلاحاً استراحت کنیم، بشوره ببره دیگه. و توی کازابلانکا اون 2 شبی که بودیم تقریبا میشه گفتش که کار خاصی نداشتیم جز این که فقط بچرخیم و بگردیم. 1 روزشو توی خیابونای اصلی شهر چرخیدیم که حالت اون حالا تراموا و اون کبوترهایی که تو میدون اصلی شهر پرواز میکردن یه فضای خیلی خاص و متفاوتی رو ایجاد میکرد. با توجه به سختیایی که تو چند روز گذشته تحمل کرده بودیم یه خورده این فضا ما رو آداپته کرد و نرمالمون کرد. 1 روزش هم رفتیم یه بازار قدیمی داره و اونجا انقدر این متکدیا دنبال ما راه افتاده بودن و به پهلوامون با دست زده بودن که پول بده. جالبش اینه که پول میدادیم بازم پول بده. یکی از بچه‌هامون اصلا هیستریک شده و میگه به این بگید به من دست نزنه. مدام دنبالتون می‌کردن. اصلا شاید بهت بگم 1 کیلومتر دنبال ما میومدن باورت نمیشه. ولی خب ما خیلی اهمیت نمیدادیم و ما تو فاز کار خودمون بودیم، عکاسیمون انجام میدادیم، فیلمبرداریمون انجام میدادیم. و در نهایت روز بعدش هم جزء معدود سفرهایی بود که اون لحظه برای برگشت واقعا لحظه شماری میکردم. یعنی میگفتم فقط من بشینم تو هواپیما. چرا؟ ببین خیلی اتفاقات سیاسی افتاد. حالا من واقعا نمیتونم اینجا به جزئیات همه چیز رو شرح بدم، ولی همون موضوع جبهه جدایی طلب پلیساریو، خب خروج آمریکا از برجام، اون انرژی منفی که به ما داده بود این اتفاقات،
اتفاقات و یه سری چیزایی که تو طول مسیر باهاش برخورد کرده بودیم واقعا منو به اون مرحله رسونده بود که فقط لحظه شماری میکردم که این سفر تموم بشه. و حتی یادمه که توی کازابلانکا بودیم سر همین اتفاقاتی که افتاده بود و حالا افزایش نرخ ارزی که توی ایران داشت، اصلا یه چیمی شب میخوابیدیم صبح بلند میشدیم یورو 5000 تومان مثلا رو یورو بود، یه جوری شده بود همسفرا میگفتن آقا بلیت برگشتمون رو اصلا ولش کنیم، یه دونه بلیت الان بگیریم برگردیم ایران بریم کارامون رو بکنیم، مثلا بدهی ارزی داریم نمیدونم بدهکاریم بریم دلار رو تهیه کنیم پول مردم رو بدیم که کمتر اصطلاحاً متضرر بشیم. حالا خود منم به نوعی و اون روز آخره درست حالا ما استراحت بودیم ولی این حس و حاله و این فضا هم واقعا آزاردهنده بود. و در نهایت جالبش اینه که ما حالا به گفته اونا میگفتن آخرین ایرانی هایی هستید شما از ایران دارید میایید و توی خروجمون هم توی فرودگاه دوباره باز با من کار داشتن، خب بیا اینجا ببینم کجا رفتی چیکارا کردی عکس و فیلمشون بده و حالا وسایلمون رو گرفتیم و پرواز کردیم به سمت دوحه. خب شما اونجا با مردم مراکش هم سر و کار داشتی و با فرهنگشون از نزدیک دیدی لمس کردی، نظرت راجع به مردم مراکش چیه؟ حالا با توجه به اینکه کشورهای دیگر هم دیدی. من اعتقادم به اینه که زیرساخت‌هایی که توی مراکش هست، این زیرساخت‌ها منظورم از اتوبان و خیابون و نمیدونم امکاناتی که برای مردم هست، حالا با توجه به اینکه مستعمره اسپانیا بوده و هستش و خیلی اتفاقات رو اونجا اونا دارن رقم میزنن، من اعتقادم به اینه که این امکانات این سیستم 100 سال از مردمش جلو، یعنی در واقعیت میتونم بگم مردمش 100 سال عقبه. ما کلا توی 2 تا خیابون، یکی توی شهر مراکش یکی هم توی شهر کازابلانکا، یه حالت مدرنیته واقعی از مردمان دیدیم، بقیهش همه حالت کپرنشین داشتن، همه حالت متکدی داشتن و در کل مردمانش حس خوبی رو به من ندادن. با توجه به اینکه ما 2 تا تجربه حالا سرقتم که می‌خواستن از همون دزدی کنن هم داشتیم، حالا شاید این شانس من بوده، شاید فقط برای من این اتفاق افتاده، چون خودت میدونی دیگه، خودت هم مثل من تجربه سفر خیلی داشتی، خوب و بد همه جا هستش. شاید اون تایم و اون لحظه و با توجه به اون جو روانی که روی سفر من بوده من چنین برداشتی دارم و کاملا اشتباه باشه، یعنی شاید یک بار دیگه برم مراکش بگم چقدر اینا خوب شدن، چقدر فرق کردن، ولی نظر کلیم اینه. آره دقیقاً همینه. منم یه خاطره سفر بگم. من بار اول که رفتم هند، وقتی برگشتم خب رفتم بمبئی گوا، وقتی برگشتم از من سوال می‌پرسیدن که هند کشور کثیفیه اینقدر، که میگم نه بابا کجا کثیفه، ما کثیفی ندیدیم. خب یه ذره تور لاکچری باحالی مثلا ما رفته بودیم، خیلی اینا رو ندیده بودیم. بار دوم که رفتم هند، سفرمو خودم برنامه‌ریزی کردم، رفتم هند و حالا مدت بیشتری موندم و رفتم میونه مردمش و شهرهای دیگه‌شو دیدم. وقتی برگشتم از من سوال می‌کردن هند کثیفه، میگفتم که شما معنی کثیفی رو نمیدونید، یعنی یه ابعادی از کثیفی وجود داره که ما اصلا برای ما قفله. آره اصلا نمیدونی داستانش از چه قراره. دقیقاً همینه، به اون تجربه سفره خیلی ربط داره. خب خیلی خیلی ممنونم، مرسی وقت گذاشتی اومدی به استودیو و خیلی خوشحالم که این اپیزودو در کنار تو بودم و امیدوارم که تو اپیزودهای بعدی هم بازم در خدمت شما باشم. خواهش میکنم، تو به من لطف داشتی که منو به عنوان مهمان دعوت کردی و خیلی خیلی خوشحال شدم که از نزدیک دیدمت. ممنونم ازت، به امید دیدار مجدد. به امید دیدار. خب اپیزود مراکش کشور شهرهای رنگارنگ رو تقدیم حضورتون کردیم. امیدواریم این اپیزود رو دوست داشته باشید. ممنون از همه شما عزیزان که ما رو تا به اینجا همراهی کردید و ممنون از مهمونای خیلی خوبمون که بهمون افتخار دادن و در کنارمون بودن. تا اپیزود بعدی رادیو ماجرا، خدا نگهدار. خدا نگهدار.